Джим Брон яке از استادان نفری که امروز برای ما صحبت میکنند و موضوعی بسیار مهم پیشنهاد میکنند گفته است که واقعا من اول فکر میکردم که یعنی که همه چیز یک روز عوض میشود و گفته است بعدتر درک کردم که واقعا یگانه راهی عوض شدن همه چیز عوض شدن خود من است و همزمان اون نیز در ادامه این اندیشه‌اش گفته است که واقعا شما در یک شب یا در یک روز شاید خود رو یا حیات خود رو عوض کرده نتوانید اما شما میتوانید که سمت حرکت رو عوض کنید و بعضی وقت اینم اندیشه جیم برون است و امیدوار هستم که جالب است و امیدوار هستم که شما از این طور کاملا یک نفرانی که موتیواسیون بیشتر دارین کاملا نفرانی که در ذهنتون کدام یک اندیشه‌های جالب پیدا شد بیرون میشوید و باید گفت که سایمون ایسور سپاس میکنم به همه اونهایی که این چهاربینی را برگزار کردن و واقعا فرصت برگزاری این گونه فرمات‌ها چهاربینی‌ها کیفا فرا رسیده و تخمین میکنم که شما نفران خیلی خوشبخت هستید که در این طور امروز چیزی برای دانش و برای رشد شخصیت و برای رشد تجارت خواهید گرفت. سپاس میگویم برای همه اونایی که این برنامه را تشکیل کردند. مخصوصا برای تشکیل کننده این محفل بسیار خوب مرکزی خیرات. خواهش میکنم یک بار کافی میکنیم. سپاسی مخصوص میگویم با سرپرستی پولی این چهاربینی شرکت علاقه تیسر. همچنین سایمون ایسوری سپاس میکنیم با کوینوتی نام سرپرستان با سیوما با مرکز سودای اوار با نقطه فروش دانشگاهی اوریو با اثر لیزینگ با بانکی هومو شرکت ایمکون بیلیندا و همچنین با شریکانی که در برگزاری این محفل واقعا سهم داشتن با ITS با خانه من با تاج موتورز با کوینوت افتو و با کوینوت اینوواسیا و تکنولوژیا و من سایمون ایسوری سپاس میکنم برای همه شما واقعا مساعدت کردن برای رشد شخصیتی خود تصمیم گرفتن برای انجام این کار این چیزی بسیار مهم است و قدمی بسیار مهم نیست هست. خب علیرضا عثمانیان یک سخنگوی مشهور رشد شخصیت و تجارت است که باری اول در تاجیکستان هستند و من پشت صحنه پرسیدم که استاد تاثیرات چقدر است تماشا کردید امکان داشتید که ببینید شهر رو واقعا تاثیرات بسیار خوب است و من امیدوار هستم که از صحبت شما بهره خواهید گرفت. خب فرمولای نوی رشد بیزنس و شخصیت نام دارد این سمینار آموزشی و اون برای اونهایی که در شرایط نوی اقتصادی میخوان که نه تنها کار و فعالیت خود رو بهتر سازند بلکه همچون یک شخصیتی بسیار موفق و تاثیرگذار جای پا داشته باشند موقع داشته باشند و این موقع رو نگاه بدارند و اسپیکر امروزه ما همچنین در طرزهای معاصر پیشرفت تجارت تهیه کردن نقشه موفقیت پیدا کردن راه‌های نوی رشد خیلی دانشمند هستند درجه دکتری دارند پروفسور هستند و همچنین در کشورهای خودشان در آمریکا زندگی میکنند در افریقا و آسیا و کشورهای اروپایی زیاد همیگونه صحبت‌ها برگزار میکنند سمینارها و همچنین در مؤسسات عالی تعلیمی درس نیز میگویند. خب و مؤلفی اینکه بنیانگذار مکتب معروف تکنولوژی فکر و مؤلفی کانسپس‌های تفکر قدرتمند و منیجمنت تفکر هستند. خب و طور بالاتر گفتم شاگرد جیم برون یکی از بزرگترین سخنگویان و موتیواتوران در دنیا است و او بیش از 30 سال است که همین کار را انجام میدهند و امیدوار هستم که ما یک جایه میتوانیم یک تاثیرات خوب برایش بذاریم یعنی از شهر و از کشور ما علاقه تاثیرات نیک دارند و امیدوارم که از صحبت شما از سوالهای شما از برخورد شما یعنی که تاثیرات خوب خواهند گرفت و قناعتمند خواهند بود. خب و من با سپاس از شریکی یا از سرپرستی کل این محفل این سمینار با کمال میل میخوام که اولتر از همه سخن رو با دیرکتوری کلی شرکت تیسل بدیم محترم آزاد خان دولت شویف سرپرستی کل این محفل هستند و امیدوار هستم که یک کف بیان براشون سلام علیکم روز شما خوش باشد بسیار باعث افتخار و خوشحالی برای ما برای شرکت برای اکادمی تیسل هست که امروز ما در یک روز استراحت با شما هستیم فکر میکنم که یکی شکل‌های بهترین گذراندن روز استراحت است خواهی اونم که شما از این هم فراغت میبرین هم بهره میبرین
منم خودم شخصا بسیار این محفل رو نقض میبینم، محفل های خیرات، محفل های معرفت، محفل های فکر های نو، شخصیت های نو، پیشرفت های نو و میخواستم اول خوش آمد از نام خودم، از نام شرکت، از نام همه شما با استاد علی رضا آزمندیان که یکی استادان بهترین دنیای تفکر است در تجارت، در بیزنس، در شخصیت و یک بار دیگه میگم که برای من باعث افتخار است که ما در این محفل با همراهی با شریکان بهترین خودمان و مثل بنیاد خیرات و دیگر شریکان هم تجارت و هم وطنی در این محفل هستیم. از خودم میخواستم اول خوش آمد گویم، دوم یک فقط تاکید دارم که چند مکتبی که من از کوهستان بدخشان تا امریکا خوندم و چند کتاب خوندم، اقتصادشو میگن که بویگری هر یک دولت این اولش آدمان یعنی که مردم همون دولت هست، دویمش زمین همون دولت هست و سومش مدنیت همون دولت هست. شکرانه خدا که ما هم زمین خود داریم، هم استقلالت خود داریم، هم زمین یعنی که مدنیت خود داریم، هم مردمی با ذهن و با معرفت و با اخلاقی خود داریم و یک پیشوی خیرمند داریم که هم این سه چیز رو با هم یک جا کرده ما رو پیشبری کرده است. برای شما میخوام یک فراغت خوب در این روز و بهره ها از این سوالجا با استاد علی رضا تمام دارم. تشکر دارم. خب چون گفتیم که تشکیل کننده این اقدام این سمینار مرکز خیرات است و فقط طول 6 سال اخیر اینی که در سمت ترجمه و نشر و ترغیب کتاب‌های سیرخواننده و الهام بخش و موتیواسیونی کارهای خیلی ماندگاری رو انجام دادن و این مرکز نیت دارد که من میگم مقصد دارد که فرهنگ خودآموزی رو گسترش میدهد و در رشد شخصیت همین گونه تشبس‌ها را در ادامه نیز عملی بگرداند و چاپ شدن بیش از 50 کتاب از مرکز خیرات با تصمیم این مرکز فکر میکنم که این کاری سهل نیست و از سوی دیگر یک اقدام بسیار خوب هم هست و ببینید وقتی که شما با مرکزهای سوال وارد میشین و اولتر از همه با کتاب روبرو میشوید، این یک پیام بسیار عجیبی همین مرکز است و همه اونایی که در برگزاری این یا در عملی کردن نقشه های این مرکز سهم دارند. یعنی شما اول پیشتر از اون که با قسمت غذا بروین روبرو میشین با کتاب و این واقعا هم یک پیامی بسیار عجیبی این مرکز نیز هست و من امیدوار هستم که از این 50 کتابی که نشر شده نفران خیلی زیاد موتیواسیون تحریک گرفتن و نفران خیلی زیاد نگاه خود رو، نظر خود رو، اندیشه خود رو دیگر کردن و با دانش‌های خود دانش بیشتر وابسته با اینکه مؤلفان و موضوعی که اونجا هستن ضم کردن و من با کمال ایمان اینجا میخوام که دعوت کنم از رهبر مرکز خیرات نامزد علوم فیلولوژی عبدالجلیل امان. مرحبا. عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما اشتراکیان بسیار عزیز و بی‌نهایت ارجمند. میخواهم آغاز سخنم را از یک شعر بسیار زیبای شاعری خوشنام تاجی گلناز آغاز کنم که میگویند آینه جانمای آدم سخن است، در باغ خیال بادی فارم سخن است. از این نخ ناعیان جهان ساختند، عالم سخن است، جمله آدم سخن است. واقعا انسان هست و باورهایش و باورهای ما هست که شخصیتی ما را رشد میدهد و ما امروز با تأسیس مرکز خیرات بسیار خوشحال و خوشنود هستیم که همه شما عزیزان را اینجا میبینیم و سخن را درازا نمیکشم. حالا رشته سخن را به علی رضا آزمندیان میدیم. مرحمت استاد عزیز. درود بر شما. متشکرم، خیلی ممنون. روی تحصیل های قشنگی شما همتون گل اینجا نشستید. درود بر شما، تشکر میکنم. من عاشق گل روزم و عاشق تک تک شما ایدونی که واقعا زحمت کشید این هوای سرد اومدید و امیدوارم که امروز جلسه استراحت کنم. بفرمایید، خواهش کنم بفرمایید.
امیدوارم که امروز جلسه بسیار بسیار خوبی داشته باشیم. یک جمله خیلی معروفی است که میگن دو تا نعمت در دنیای بشر مجهوله و معلوم نیست و مردم قدرش رو نمیدونن. یکی نعمت امنیت که موشک نیاد، بمب نیاد، کشور راحت باشن، مردم راحت بتونن زندگی کنن. یکم سلامتیه و من دعا میکنم الحمدلله که شما در کشور تاجیکستان با مدیریت خوب این کشور الحمدلله امنیت خوبی دارید، خدا رو شکر. هیچ جنگی نیست، اگرچه شما هم چالش‌های زیاد رو پشت سر گذاشتید، ولی امروز در دنیای شما امنیت هست، آرامش هست و من این آرامش رو حتی تو شهر شما میبینم، شهر قشنگ دوشنبه که چقدر مردم در آرامش میرن میان زندگی میکنن، سوار تاکسی میشن، خرید میکنن، فروش میکنن. و بعدم دومین عامل سلامتیه که باید شما بسیار به سلامتیتون اهمیت بدید اگر میخواین از زندگیتون لذت ببرید. چون من معتقدم به عنوان کسی که تخصصم کیفیت زندگیه، the quality of life. همطور که میدونید عنوان بحث امروز ما در واقع سمینار کسب و کار و ساختن یک شخصیت هست و من واقعا دوست دارم این سمینار رو تقدیم به شما مردمان خوب تاجیکستان بکنم و بهتون بگم که چگونه شما میتونید واقعا با داشتن یک شخصیت بسیار قدرتمند و توانمند، کاریزماتیک، بتونید واقعا خوب فکر کنید و خوب کار کنید و خوب زندگی کنید. شاید براتون جالب باشه این جمله من که بگم که یک انسان موفق، یک انسان توانمند، یک انسان ثروتمند انسانی است که بتواند خوب فکر کند، خوب تلاش کند و خوب زندگی کند. این رسالت شماست. یعنی شما از صبح که از خواب بلند میشید بعد از خودت سوال کنید که من چگونه میتونم واقعا تو این دنیا درست فکر کنم؟ برای که انسان ها هر گونه فکر کنن زندگی میکنن، مگه نه؟ زندگی شما بستگی داره به تفکر شما. آیا مثبت فکر میکنی یا منفی؟ عاشقانه فکر میکنی یا کینوتوزانه و دشمنی؟ آرامش داری در فکر کردن یا اینکه اضطراب و نگرانی و غم و افسردگی؟ خیلی مهمه که کیفیت زندگی شما رو کیفیت اندیشه و فکر شما تعیین میکنه. اگر بتوانید مثلا با استفاده کردن از یک تکنولوژی مثل تکنولوژی فکر که امروز من به شما در واقع بخشاشو میگم، اگر بتوانید تو زندگی قشنگ فکر کنید و تلاش کنید قطعا خوب زندگی میکنید. زندگی با دنیا و ثروت و آرامش و سلامتی و همه چیز. میخوام حالا ببینیم که چگونه واقعا میتونیم انشاءالله با استفاده از بحث امروز یک زندگی خوبی داشته باشیم. در ضمن به شما بگم عزیزان دل من، شما تمام زندگی و عمرتون از 3 بخش تشکیل شده. 3 بخش. یک بخش از زندگی شما گذشته شما بوده، یعنی از اون روزی که به دنیا آمدی تا امروز، اینو میگن گذشته شما. ولی گذشته شما رفت، نه تموم شد، نمیتونی دربارش که حرف بزنی، به دردم نمیخوره. یه بخش از زندگی شما آینده شماست، از امروز تا اون روزی که به آغوش خدا بروی، خب به جهان دیگری سفر کنی، آینده شماست. و یه بخش هم لحظه های اکنونه، لحظه های همین الان. میخوام بگم که گذشته رو ولش کن، از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر گذشته و نامده بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. بنابراین دنیای شما دنیای در برنامه‌ریزی برای آینده تونه. آینده مهمه نه گذشته. برای گذشته هیچ کاری نمیتونی بکنی، رفت. اگر خوب بود رفت، بد بود رفت، فقیر بودی رفت، تموم شد، ثروتمند بودی تموم شد. آنچه را که در دنیای شما مونده آینده شماست. و امروز چرا اینجا اومدی؟ اومدی برای آینده طراحی کنی. برای که اگر تو بتونی برای آینده طراحی کنی میتونی روزهای قشنگ زندگی رو خوب بگذرونی. بنابراین تمام نگاهت باشه به آینده. فقط از گذشته ها تجربه کسب کن. چی یاد گرفتی از گذشته های خودت؟ اون به دردت میخوره. وگرنه همه زندگی در مورد آینده است. و من میخوام از شما یه خواهش بکنم، شما همتون لطفاً به 7 سال آیندهتون فکر کنید. چند سال؟ 7 سال. به 7 سال آیندهتون فکر کنید
و ببینید که برای 7 سال آیندهتون چطوری میتونید برنامه‌ریزی کنید که واقعا این 7 سال آینده رو خوب زندگی کنید. و بحث امروز من به شما کمک میکنه که یادتون بدم، آموزش بدم که چگونه یک انسان زیبای تاجیک مثل شما بتونه آینده قشنگی داشته باشه. اگر دوست دارید کارآفرین باشید، اگر دوست دارید بیزینس و کسب و کاری بزنید، اگر دوست دارید به هر حال خوب زندگی کنید و از زندگیتون لذت ببرید، بنابراین تمام داستان شما آینده شماست. میخوام ببینیم که این آینده رو چگونه میتونیم طی کنیم. اولا بهتون میگم انسان‌هایی که برای خلق یک زندگی بهتر آموزش میبینند، ما اینا رو میگیم نخبگان جامعه، الیت، یعنی انسان‌هایی که واقعا نخبه‌اند، الکی زندگی نمی‌کنن، معمولی زندگی نمی‌کنن، بلکه میان مثلا در یک روز یک شنبه مثل امروز میان در یک سالن می‌نشینن که آموزش ببینن از یک معلم با تجربه‌ای. این انسان‌ها رو من نخبگان تاجیکستان می‌بینم. یعنی همه شما رو من به نظر خودم نخبگان تاجیکستان هستید. شما انسان‌هایی که اومدید یاد بگیرید که چگونه خوب فکر کنید، چگونه به زیبایی با انگیزه تلاش کنید، چگونه خوب زندگی کنید و چگونه آینده رو بسازید. همه داستان راجع به آینده شماست. نکته‌ای که دوست دارم قبل از اینکه من بحثم با شما شروع کنم بگم اینه که هر نکته علمی که در این سمینار یاد میگیری از من، بهش فکر کن که کجای زندگی به دردت میخوره. ما به این میگیم آموزش آگاهانه، awareness. میدونی آموزش آگاهانه که بدونی امروز چه اتفاقی در دنیای تو میفته. هر نکته‌ای که من میگم ببین کجا به درد زندگیت میخوره که حتما انشالله استفاده کنی و زندگی بهتری بسازی. درس دیگه که میخوام به شما بگم اینه که اصولا زندگی به شما اون چیز رو میده که ازش طلب کنید. Ask and you shall receive. بخواهید تا به شما داده شود. این قانون مهم است. بخواهید تا به شما داده شود. بنابراین سوال من اینه که امروز شما برای آینده چی میخواید؟ برای گذشته که نمیتونید چیزی بخواید، درسته؟ گذشته رفت. ولی سوالم اینه که مثلا برای 7 سال آینده چی میخوای؟ این خیلی مهمه. برای که انسان‌ها باید بخواهند تا بهش برسند. Ask and you shall receive. هر آنچه را که میخواهی میتونی بهش برسی. بنابراین خیلی مهم است که زندگیت برنامه داشته باشه، زندگیت طراحی کنی برای آینده‌ات و بدونی چی میخوای تو زندگی، برای که زندگی به شما اون چیزی رو میداد که ازش طلب میکنید. نکته‌ای که من در همه سمینارها از عزیزان سوال میکنم، میگم برای چی امروز اومدی اینجا؟ دنبال چی هستی؟ چرا امروز تعطیلت به جای که در خانه باشی و لذت مثلا ببری یا بری بگردی، چرا اومدی در این سمینار؟ چی میخوای؟ به خاطر اینکه انسان‌ها هر آنچه را بجویند میابند، هر چی دنبالش باشند بهش میرسند. دیمی که نمیای تو این جلسه بشینی که خیلی دوست دارم که بدونی امروز برای چی اومدی. ولی اگر شما اومدی که انشالله آینده رو قشنگ بسازی، خیلی خوش آمدید. درود بر شما. برای که این سمینار برای همینه که به شما بگویم که چگونه میشه آینده قشنگ ساخت، چگونه میتونیم در کسب کارمون موفق بشیم، چگونه میتونیم به یک اقتصاد بهتری برسیم، چگونه میتونیم یک زندگی پر از عشق و آرامش و سلامتی داشته باشیم. این آرمان شماست، این آرزوی شماست، این خواسته شماست. ولی قبل از اینکه وارد کل این بحثا بشم، اولین چیزی که ازت میخوام اینه که فنجان ذهنت خالی کن. اصطلاحاً تو امریکا میگن empty your cup. فنجان ذهنت خالی کن. میخوام خالی و ذهن بشینی و گوش بکنی. به خاطر که اگر خودت فکر کنی که من که اینا رو بلدم، انسان بگه من اینا رو بلدم هیچ یاد نمیگیره. باید فرض رو بر این بذاری که هیچ چیز نمیدونی، حالا اومدی یاد بگیری. چنین انسان‌هایی بهتر آموزش میبینن و بهتر یاد میگیرن. خب پس ما به این میگیم آموزش آگاهانه و اینکه اولین قدم تو این آموزش اینه که من فرض کنم که من چیزی نمیدونم، اومدم واقعا از دکتر آزمندیان یاد بگیرم. این خیلی قشنگه. اما راز مهم اینه، این تصویر عقاب رو نگاه کنید. ما همیشه در مباحث ما عقاب سمبل موفقیته، سمبل پروازه، سمبل عشق، سمبل ثروتمندیه، سمبل درخشش تو زندگی. عقاب به عکس اردک. اردک‌ها بر خاک میلولند ولی عقاب‌ها پرواز میکنند. عقاب‌ها به ثروت‌ها میرسند. عقاب‌ها مشهور میشوند. عقاب‌ها محبوب میشوند. عقاب‌ها دنیای قشنگی میسازند. لذا دوست دارم فرض کنید که همه شما یک شخصیت عقابگونه‌ای هستید که میخوان
واقعا پرواز رو قشنگ یاد بگیرید. میخوام آیندهتون رو قشنگ بسازید. لذا کسی که آموزش میبیند یاد میگیره که چگونه مثل عقاب در زندگی پرواز کنه. آموزش خیلی مهمه، برای که باید بدانی تا بتونی زندگی خوبی داشته باشی. تمام انسان ها که تو تاجیکستان ثروتمندن، توانمندن، موفقن، سلامتن، آرامن، اینا کسانی هستن که آموزش دیدن، یاد گرفتن. همین کاری که امروز شما کردید، من خیلی واقعا تبریک میگم به شما که امروز اومدین در این جلسه که آموزش ببینید، یاد بگیرید از یه فرد با تجربه مثل من که 50 سال عمر خودشو در یادگیری و در تعلیم و تعلم، در تعلیم و تربیت گذرونده. از من معلم یاد بگیرید که چگونه تو این دنیا عالی زندگی کنید، چگونه زندگی شگفت انگیز و زیبایی داشته باشید. اما میخوام برای شما یک شورتکات و میانبر در آموزش به شما نشان بدم. خیلی سریع بتونید به اون شخصیت زیبای خودتون برسید و اونی که بیاین برای خودتون، چون میدونی چون همیشه شخصیت ها زندگی خلق میکنند، گوشت و پوست و استخون نه. شخصیت شما، پرسونالیتی شما، کاراکتر شما میتونه زندگی خلق کنه، میتونه پول در بیاره، میتونه رابطه عاشقانه برقرار کنه، میتونه تو ازدواج موفق بشه، میتونه تو بیزینس و کسب و کارش موفق بشه. بنابراین هر انسانی همه وجودش در شخصیتش خلاصه میشه. اگر شما بتوانید این شخصیت رو بهتر کنید، زندگی بهتری خواهید داشت. این قانونه. بر همین هم هستش که ما دنبال ساختن یک شخصیت زیبایی هستیم که این شخصیت بتونه به عنوان یک لیدر، به عنوان یک رهبر زندگی بتونه زندگی قشنگی رو خلق کنه. و من دوست دارم که هر کدوم از شما عزیزان من خودتون رو در مدل یک شخصیت قدرتمند ببینید، یک عقاب ببینید، یک لیدر شگفت‌انگیز ببینید که این لیدر و این رهبر میتونه زندگی قشنگی رو خلق کنه. و من کلمه رهبری رو خیلی دوست دارم که تو مثلا فکر کنی که فالوور نیستی، فالو نمی کنی کسی رو، بلکه خودت رهبری، خودت لیدری، دیگران تو رو فالو میکنند. چون آدما میتونن هم لیدر باشن یا فالوور باشن، دنبال کننده باشن. دوست دارم تو خودت رو قبل از هر چیز یک لیدر ببینی، یک رهبر ببینی، برای که رهبران موفقن، رهبران خوب میتونن پول در بیارن، رهبران در ازدواج و زندگی موفقن، رهبران میتونن فرزندان خوبی تربیت کنن، رهبران میتونن رابطه‌های قشنگ عاشقانه برقرار کنن. رهبر، میدونی رهبران عقابند ولی ممکنه پیروان اردک باشن. بنابراین اگر دلت میخواد از اول خودتو خیلی بالا ببینی که بتوانی در زندگی موفق باشی، بگو من یک لیدرم، من یک رهبرم. بعد وقتی میگه من یک رهبرم، حالا از کوزه همون برون تراوت که در اوست. یعنی در کوزه شخصیت تو، در مخزن شخصیت تو اندیشه‌های الهی بزرگی میاد بیرون. اندیشه‌ای میاد بیرون که این اندیشه‌ها میره پول در میاره، این اندیشه‌ها میره کار عالی انجام میده، این اندیشه‌ها میره رابطه برقرار میکنه، این اندیشه‌ها میره بیزینس میزنه، کسب کار میزنه و قطعا موفق خواهد شد. بنابراین شما همتون رخبگان جامعه در واقع هستید، رهبرانی هستید که شما به عنوان رهبر میخواین حالا قشنگترین زندگی رو خلق کنید، قشنگترین آینده رو بسازید. به همین دلیل امروز برای شما یک تولد دوباره است. میدونید تولد دوباره چیه؟ نه؟ برای که هر کدوم از شما یه روزی به دنیا آمدید، مگه نه؟ یه روزی به دنیا آمدید، همه یه روزی به دنیا میان، مهم نیست. میدونید تمام انسان‌های موفق یه روز به دنیا آمدن، تمام انسان‌ها که شکست خوردن و فقیرن و بدبختن، اونام یه روزی به دنیا آمدن. اینی که یه روزی به دنیا آمدی مهم نیست. ولی اگر مثلا یک روزی مثل امروز با یک کلاسی، با یک آموزشی، با ملاقات با یک معلمی بتونی واقعا یک نقطه عطف تو زندگی ایجاد کنی، یک تولد دوباره ایجاد کنی، حرفای جدید یاد بگیری، برنامه‌های جدید یاد بگیری، تصمیمات جدید بگیری، با آینده یه جور دیگه نگاه بکنی، چنین روزی در دنیا شما می شود یک تولد دوباره. یک اسم دیگری هم داره، بهش میگن نقطه های عطف در زندگی. نقطه عطف، ترنینگ پوینت. یعنی تا حالا یه جور زندگی میکردی، از امروز به بعد یه جور دیگه زندگی میکنی. تا حالا یه جور پول در میآوردی، از امروز به بعد یه جور دیگه پول در میاری. تا حالا یه جور بیزینس میکردی، لک یواش یواش یواش، ولی از امروز به بعد سریع حرکت میکنی، کار میکنی، پول در میاری، رابطه برقرار میکنی، یک انسان موفق میدرخشی.
ما به چنین روزهای میگیم تولد دوباره. و من واقعا دوست دارم به شما بگم همتون تصور کنید که امروز برای شما یک نقطه عطفه. نقطه عطف یعنی تا حالا هر جور زندگی میکردی از امروز به بعد دیگه یه جور دیگه زندگی میکنی، نه مثل گذشتت. نمیخوام بگم گذشتت بد بوده، ولی قطعا وقتی انسان میاد مثل شما آموزش میبینه به یه آدم دیگه‌ای تبدیل میشه، به یک شخصیت دیگه‌ای تبدیل میشه، به یک لیدر تبدیل میشه. و بعد این لیدر در زندگی میتونه قانونمندی ها رو به گونه‌ای قشنگ اجرا کنه که واقعا بدرخشه، واقعا پول عالی در بیاره، بیزینس عالی داشته باشه، روابط عالی برقرار کنه، ازدواج بسیار عالی داشته باشه. این قانون انسانی است که میاد در یک صحنه مثل امروز آموزش ببینه و برای خودش یک تولد دوباره ایجاد میکنه. یعنی حالا بلند شو، حالا یه جور دیگه زندگی کن، حالا یه جور دیگه آینده رو بساز، حالا یه جور دیگه پول در بیار، حالا دنیا مثل انگیزه رو داری برای حرکت کردن. نه اینکه لک کنی حالا ببینیم خدا چی میخواد. خدا چیزی نمیخواد، خدا هیچی نمیخواد برای شما مگر تو بخواهی. لذا به همین دلیل دوست دارم که واقعا احساس کنید که خودتون هر کدوم از شما یک لیدر و یک رهبر زندگی هستی و تو پارادایم و تو مدل رهبری داری فکر میکنی و زندگی میکنی، تو مدل رهبری داری کار میکنی، تو مدل رهبری داری ارتباط برقرار میکنی، تو مدل رهبری میخری، تو مدل رهبری میفروشی، تو مدل رهبری پول عالی در میاری. بنابراین امروز اینجا داریم راجع به رهبران کسب و کار صحبت بکنیم. همه شما رو من همطوری گفتم، همونطور که شما نخبگان تاجیکستان هستید امروز اینجا آمدید، نخبگان شهر دوشنبه هستید امروز اینجا آمدید، من هر کدوم از شما رو لیدرها و رهبران میدونم که امروز اینجا آمدید تا آینده رو بهتر بسازید. آینده متفاوت از گذشته، مگه نه؟ دیگه نه. اگه می‌خواستی مثل فردا هم مثل دیروز زندگی کنی برای چی اومدی اینجا؟ اگه می‌خواستی فردا هم مثل دیروز زندگی کنی برای چی اومدی اینجا؟ مثل امروز زندگی کنی. پس اومدی که یک نقطه عطف ایجاد کنی، یک زندگی دوباره، میدونی، یک تولد دوباره، یه جور دیگه زندگی کنی. و تمام انسان‌ها که این مرتبه زندگی معمولی داشتن ولی یه روز میان آموزش می‌بینن، یه مرتبه اوج میگیرن، مثل عقاب پرواز میکنن، زندگی میسازن، پول عالی در میارن، ارتباطات عاشقانه و مهربانانه برقرار میکنن و از زندگیشون شاهکار میسازن. و من دلم میخواد که شما بدونید به عنوان رهبرانی که تو این جلسه امروز اومدید که هر کدومتون توی مدل و توی پارادایم رهبری هستید، دلم میخواد بدونه که امروز یک روز شگفت‌انگیز است در زندگی شما، یک تولد دوباره است، یک روزی که دیگه تصمیم گرفتی مثل گذشته زندگی نکنی، تصمیم گرفتی مثل دیروز نباشی، امروز تصمیم گرفتی فردا رو بهتر از امروز بسازی و این دنیای قشنگ شماست. پس تا اینجا متوجه شدم که زندگی یک انسان رو شخصیتش خلق میکنه، نه گوشت پوست و استخون، نه، شخصیت شما زندگی شما رو میسازه. بنابراین هر انسانی خیلی جالب است که بدونه که حتی پشت سر هر بیزینسی، پشت سر هر کسب و کاری یک انسان، مگه نه؟ چیه این انسان میتونه زندگی رو ببره جلو؟ چیه این انسان میتونه بیزینسش رو ببره جلو و پیشرفت بکنه؟ قطعا شخصیت یک انسان. انسانان اون شخصیتشون رو میخورند. خب من الان تو این کلاس تقریبا فرض کنید که دارم با حدود نزدیک 1000 شخصیت دارم صحبت میکنم. شخصیت ها مهمند، شخصیت ها پول در میارن، شخصیت ها رابطه برقرار میکنن، شخصیت ها آینده رو میسازن. و تفاوت بین زندگی ها تفاوت در شخصیت هاست. یک شخصیت کاریزماتیک، یک شخصیت قدرتمند، یک شخصیت توانمند، یک شخصیت عقاب عالی‌ترین آینده ها رو میسازه، عالی‌ترین پولا رو در میاره، قشنگترین رابطه ها رو برقرار میکنه. یا یک شخصیت اردک، نه، یک شخصیت ضعیف، هیچی، اعتماد به نفس نداره، عزت نفس نداره، باور از خودش نداره، چطور میخواد در زندگی موفق بشه؟ بنابراین یک شخصیت موفق شخصیتی است که دنیا از عزت نفس رو داره، خیلی خودش دوست داره، خیلی خودش باور داره، خیلی اعتماد به نفس داره، به همین دلیل خیلی عالی فکر میکنه، برای که همیشه فکر شما میوه شخصیت شماست و کلام شما صدای شخصیت شماست. بنابراین تو این کلاس هم یالا من دارم شخصیت ها رو دارم میبینم،
یک شخصیت اینجا، یک شخصیت اینجا، یک شخصیت اینجا، یک شخصیت اینجا. شخصیت ها رو دارم میبینم و دارم با شخصیت ها حرف میزنم. به همین دلیل هر تغییری هر تغییری که در شخصیت شما اتفاق بیفته، این تغییر در زندگی شما خودش نشون میده. به عبارت دیگر یک شخصیت ضعیف یک زندگی فقیرانه خلق میکنه و یک شخصیت بسیار قدرتمند و کاریزماتیک یک زندگی بسیار عالی رو خلق میکنه، یک بیزینس بسیار عالی رو خلق میکنه. بنابراین بیزینس ها رو شخصیت ها خلق میکنن. تو نمیتوانی یک بیزینس خوب داشته باشی، یک مغازه موفقی داشته باشی، یک سازمان موفقی داشته باشی مگر یک فکری به حال شخصیت خودت بکنی. و شخصیت ها همیشه به آموزش ها ساخته میشوند. چی گفتم؟ شخصیت ها به آموزش ها ساخته میشوند. شخصیت ها به دنیا نمیان. نه، شما وقتی به دنیا آمدی شخصیتت خالی بود، تویی بود، صفر، زیرو. و بعد کم 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 با تعلیم و تربیت از معلمان، از مهد کودک، از باغچه این ور اون ور شما شخصیت زیبای خود ساختید. امروز اومدید اینجا. به همین دلیل شما نون شخصیتتو میخوری. اگر شخصیت قدرتمند و توانمندی از خودت بسازی، این شخصیت در دنیای بیرون زندگی زیبایی خلق میکنه. و اگر خدا نکرده کسی شخصیتش یک شخصیت ضعیفی باشه، هیچ کسی دوستش نداره، اصلا کسی تحویلش نمیگیره، نمیتونه ارتباط برقرار کنه، نمیتونه بیزینس کنه، نمیتونه بفروشه، نمیتونه پرزنت کنه، نمیتونه رابطه برقرار کنه. به همین دلیل من به کلمه شخصیت خیلی اهمیت میدم و معتقدم که تفاوت بین انسان‌ها تفاوت در شخصیت هاست. یعنی اگر تو بتوانی با آموزش، چون شخصیت هم خیلی جالبه، شخصیت ها یعنی انسان ها میدونی شخصیت ها زاده نمیشوند، شخصیت به دنیا نمیان. همینطوری شخصیت ها در طول زمان با آموزش ها ساخته میشوند. شخصیت ها ساخته میشوند، به دنیا نمیان. هر آدمی که به این دنیا میاد شخصیتش خالیه، زیرو، صفر، کم 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 شخصیت. بنابراین شما با آموزش شما میاد شخصیت قشنگتری از خودت میسازی. اما چگونه میتونیم یک شخصیت لیدر و رهبر از خودمون بسازیم؟ یک شخصیت قدرتمندی که بتونه قشنگ اندیشه‌های عالی بکنه، بتونه باورهای خوب داشته باشه، بتونه اعتماد به نفس عالی داشته باشه، بتونه رابطه برقرار کنه، بتونه پرزنت کنه، بتونه بفروشه، بتونه پول در بیاره. لذا تمام موفقیت شما بستگی دارد به این که شما چه شخصیتی برخورداری. و جالب اینجاست که به شما بگویم که آموزش امروز در دنیای شما کمک میکنه که شما شخصیت بهتری بسازی و شب بری بیرون خونتون. یعنی شخصیتی صبح اومده اینجا باید با شخصیتی امروز بعد از ظهر برمیگرده منزل باید خیلی فرق کنه. و رسالت من اینه که به شما کمک کنم که شخصیت بهتری در شما ساخته بشود که واقعا بتونید در کارت و در زندگیت موفق بشی. یک شخصیت رهبرگونه، رهبر، لیدر، یک شخصیت عقاب، یک شخصیت قدرتمند، یک شخصیت خودباور، میدونی، یک شخصیت با اعتماد به نفس، یک شخصیت با عزت نفس، سلف استیم، با کرامت انسانی. این شخصیت میتونه در دنیای بیرون محبوب بشه بین مردم، جذاب باشه برای مردم دوستش داشته باشن، میدونی، مردم بهش رأی بدن، مردم باش معامله کنن، مردم باش معاشقه کنن، مردم باش دوست بشن. آره، هر انسانی در شخصیتش خلاصه میشه. و میخوام به شما توصیه کنم که شخصیت قشنگی از خودتون بسازید تا زندگی زیبایی. بازم میگم چرا من تاکید میکنم که این شخصیت رهبر باشه، لیدر باشه. میدونید برای که رهبری یک نوع تفکر علمی است. یعنی وقتی میگیم مثال برای شما بزنم، وقتی میگه نفر کارگره، کسی از کارگره چه انتظاری از شما دارید؟ فکرهای بزرگ بکنه؟ نه. یه نفر ممکنه بگه من یک مهندسم، اوکی. یه نفر بگه من دکترم، یکی بگه من کارآفرینم. در واقع دارن به شخصیت‌هاش اشاره میکنن. به همین دلیل وقتی میگه من شخصیت رهبرم، لیدرم، معلوم میشه که در واقع چگونه این آدم فکر میکنه. به خاطر اینکه فکرها رو شخصیت‌ها میکنن و اندیشه‌ها از شخصیت آدم‌ها میان بیرون. تو هر گونه که شخصیتت اجازه بدهد میتونی فکر کنی.
میدونی بنابراین دوست دارم که امروز به خودت بگی من یک رهبرم، من یک شخصیت بزرگی هستم و اینو باور کنی. میدونی باور کنی، نه که ما که کسی نیستیم، من چیزی بلد نیستم، من خودمو باور ندارم، این خیلی بده. بنابراین میخوام بگم اگر واقعا دلت میخواد در زندگی موفق بشی و قشنگترین فرداها و قشنگترین آینده رو بسازی، باید باور قشنگی از خودت داشته باشی، احساس قشنگی از خودت داشته باشی و بگی من این کارگر نیستم، میدونی من یک شخصیت زیبایی هستم، من رهبرم، من مهندسم، من استادم، من بزرگم، من خود یک خدایم. هر چقدر که این شخصیت خودت بالاتر ببری و بالاتر ببینی و فکر کنی به این شخصیت، شما تو زندگی موفق تری. بنابراین شخصیت ها که ثروتمندن، توانمندن، بزرگن، کسانی هستن که همیشه خودشون رو عالی باور دارن و همیشه میگن من میتوانم، من میتوانم، من میتوانم. برای که اگر گویی که بتوانم، سلمان ساوجی شاعر میگوید که اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی. اگر گویی که بتوانم، اگه بگی میتونم، اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. لذا قانون زندگی قانون باورهاست، قانون شخصیت هاست. اگر تو باور قشنگی از خودت و شخصیت خودت داشته باشی، تو قطعا میتونی در زندگی انسان موفقی بشی، قطعا میتونی آینده بهتری بسازی، خیلی به گذشته‌ت میتونه فرق کنه. تو با این شخصیت زیبایی که امروز در این کلاس آموزش میبینی، تو میتونی واقعا فردای بهتری بسازی. بنابراین خودتون رو در مدل رهبری ببینید و بگید من شخصیت رهبر و لیدرم و وقتی گفتی من لیدرم دیگه نمیتونی کارگر کم درآمدی باشی، نمیتونی یه آدم ناتوانی باشی. میدونی برای چی میگی من یک رهبرم، من یک لیدرم؟ لذا این موضوع خیلی خیلی مهمه. برای همین دارم بیشتر به شما تاکید میکنم که خیلی خودتو باور داشته باش. تو رو خدا نگو من نمیتونم، نگو من پول ندارم، نگو من فقیرم. میدونی برای که اینا که داری میگی در واقع یعنی اینجوری خودتو باور داری؟ نه، بعد بگی من توانمندم. حتی اگر الان وضع مالی من خوب نیست، من وضعیت مالیمو در آینده عالی خواهم کرد. این باور شما باید از خودت بشه. لذا دوست دارم بهتون میگم که خیلی خودتون رو باور کنید. جوانان تاجیک خیلی خودتون رو باور کنید، این موضوع خیلی مهمه. لذا وقتی میگی من یک لیدر و یک رهبرم، یک شورتکات، یک میانبر برای موفقیت، برای که بتونی به یک انسان موفق تبدیل بشی و فردای قشنگی برای خودت بسازی. بازم یادت باشه گذشته‌ت فراموش کن. حتی اگر تو فقیر به دنیا آمدی تقصیر تو نیست، مگه نه؟ اگه توی خانواده فقیری به دنیا آمدی و فقیر به دنیا آمدی تقصیر تو نیست، مگه نه؟ اما اگر فقیر بمیری تقصیر توه. اگر فقیر بمیری تقصیر توه. میدونی برای که تو داری آینده‌ت میسازی. برای امروز آموزش ببین که عالی‌ترین فردا رو بسازی، عالی‌ترین آینده رو بسازی و واقعا میتونی، به شرطی که باور کنی که من میتونم. اگه بگی من نمیتونم، مطمئن باش که نمیتونی. برای همین شاعر میگه که اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. درود بر شما. بچه‌ها حرفای من برای شما، من که نگرانی هام اینه، اینه که واقعا شما کمتر متوجه بشید که من چی میگم. امیدوارم که متوجه بشید. نه زبانم اوکیه، کافیه، متوجه میشید. خیلی دوست دارم واقعا متوجه بشید. مرسی. ماهین شما. اما جمله زیبایی که دوست دارم بهتون بگم و اینجا نوشتیم اینه که رهبران زاده نمیشوند، بلکه رهبران چی میشن؟ ساخته میشن. مگه نه؟ رهبران زاده نمیشن، رهبران به آموزش ها ساخته میشن. بنابراین امروز حاصل کلاس امروز ما میتونه برای شما هر کدوم ساختن یک شخصیتی باشه که با این آموزش ها شما یک شخصیت رهبر میشوید و امشب از این در میرید بیرون، یک شخصیت رهبر. خب اما چگونه انسانی با آموزش میتونه بهتر بشه؟ بله باید بدونی، اگه ندونی نمیشه. تمام انسان ها موفق کسانی هستند که یاد گرفتند. شما تصور کن یه آدمی به این دنیا بیاد هیچ یاد نگیره بعدم بمیره.
بعد 70-80 سال عمر بمیره. چی شده؟ هیچی. میدونی چی میخوام بگم؟ تو این دنیا آمده هیچ یاد نگرفته، هیچ تعلیم و تربیتی نداشته، هیچ تلاشی نکرده، هیچ انگیزه‌ای نداشته، هیچ اقدامی نکرده. فقیر به دنیا آمده و فقیر مرده. به چه درد میخوره؟ لذا دوست دارم که بدونه که انسان‌ها با آموزش‌های خودشون بهتر میشن و کسب و کار بهتری میسازند. یعنی اگر واقعا شما دلت بخواد در آینده میخواد کارمند نمونی، مثلا برای خودت کسب و کار داشته باشی، بیزینس داشته باشی، کارآفرین باشی، کارخونه بزنی، نمیدونم هر چی دلت بخواد، همه اینها باید امروز تصمیم براش بگیری. هر چی دلت بخواد. انسان‌ها هر آینده بخوان میتونن بسازن، به شرطی که باور کنن که من میتونم، من میسازم. حالا میبینی چی کار میکنم. خیلی دلم میخواد با این باور در شما ایجاد بشود که آره زندگی آینده تو با گذشته دیگه خیلی فرق میکنه. اگر قرار بود که مثل گذشته زندگی بکنی که اینجا نمیمدی، آموزش نمیدیدی، بلکه الان امروز اومدی و آموزش ببینی تا به عنوان لیدر و یک رهبر بتونی آینده قشنگی بسازی. قبول داری؟ در ضمن به شما بگم یه قانون بزرگی وجود داره در دنیا برای بشر. استاد داشتیم در امریکا میگفت for things to change you must change. جیم ران اگر اسمش شنیده باشید میگفت for things to change you must change. میگفت برای که زندگیت عوض شود، زندگی تغییر کنه، تو باید تغییر کنی و بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. بنابراین میدونی که تا تو تغییر نکنی زندگی تغییر نمیکنه. ولی آدما با چی تغییر میکنن؟ با آموزش، با یاد گرفتن. همین کاری که امروز شما دارید میکنید. بنابراین شما با آموزش‌هایی که انشالله میبینید در آینده این آموزش‌ها رو ادامه بدید، شما قطعاً به یک انسان بهتری، به یک شخصیت لیدر توانمند دیگری تبدیل میشید و این انسان توانمند قطعاً در دنیای بیرون زندگی زیبایی میسازه. برای که زندگی‌ها رو انسان‌ها خلق میکنن، مگه نه؟ زندگی‌ها رو شخصیت‌ها خلق میکنن، مگه نه؟ کی تو این دنیا پول در میاره؟ پولا رو شخصیت‌ها در میارن. کاسبی رو شخصیت‌ها میکنن. تعلیم و تربیت شخصیت‌ها انجام میدن. لذا انسان از شخصیتش. اما ملاک بهتر شدن یک انسان چیست و انسان‌ها چگونه میتونن یک ورژن بهتری از خودشون بسازن؟ یک ورژن بهتر، یک نسخه بهتر. میدونی آنجا که و با آموزش تغییر میکنن به یک انسان بزرگتر و زیباتر و عالی‌تری تبدیل میشن. پس تا اینجا بحث بچه‌ها یک کف مرتب برای خودتون بزنید، من خوشحال بشم که شما خودتون خیلی دوست دارید. باریکلا، ماشاءالله ماشاءالله. محکم‌تر بزن، محکم‌تر بزن. آفرین، ماشاءالله. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که انسان چیزی جز یک شخصیت نیست. قبول داری؟ بقیهش مهم نیست. دست و پا و گوشت و استخون همه دارن. چیزی که تو را از یک انسان دیگه متفاوت میکند و برجسته میکند شخصیت توست، مگه نه؟ همون شخصیتی که قابل ساخته شدنه، قابل تربیته. این خیلی مهمه. خب اما موفقیت ها و شکست ها عملکرد شخصیت هاست. اگر شما بتونید با آموزشت امروز انشالله بعد ادامهش در آینده یک شخصیت بسیار جذاب، قدرتمند مثل عقاب، کاریزماتیک از خودت بسازی، این شخصیت در دنیای بیرون زندگی قشنگی خلق میکنه. این قانونه. این شخصیت ارتباط قشنگی برقرار میکنه. این شخصیت عالی فکر میکنه. این شخصیت باور قشنگی از خودش داره. این شخصیت انگیزه های زیبا داره برای کار کردن. میدونی مثلا شما تصور کن یک شخصیت ضعیف، ناموفق، شکست خورده، صبح ساعت 10 صبح 11 صبح بلند میشه، چشاشو میخارونه، میگه خدا بازم که صبح شد. ولی یک شخصیت قدرتمند مثل شما صبح سحر بلند میشه و میگه خدا رو شکر صبح شد، برم دنبال کارام، برم دنبال برنامه‌هام، برم به دنبال بیزینسم، برم دنبال مشتریانم، برم بفروشم، برم بخرم، برم تلاش کنم. دنیای از انگیزه رو داره. این قانون شخصیت‌های موفقه. بنابراین شخصیت‌های موفق عالی‌ترین انگیزه ها رو دارن و میتونن به ثروت‌های زیادی برسن. در ضمن یادت باشه هدف از جلسه امروز اینه که انشالله همه شما ثروتمند بشید، خیلی عالی. همه شما موفق بشید، خیلی عالی. همه شما اگه دلتون بخواد کارآفرین بشید، پول عالی در بیارید، مثل مردم معمولی جامعه زندگی نکنید.
میدونی یک نگاهی به مردمان خوب تو خیابونا دارن این برابر نگاه کنید به مردمان. این مردمان چیکار دارن میکنن؟ مردمان تاجیکستان چگونه زندگی میکنن؟ کدوماشون اینقدر واقعا موفقن؟ کدوماشون شکست میخورن؟ کدوماشون ناکامن؟ چند نفر از مردمان خوب روز شهر قشنگ شما دوشنبه حالشون واقعا خوبه، با احساس قشنگ صبح خونه میان بیرون، و چند نفرشون خدا نکرده ممکنه غمگین و افسرده باشن، فقیر باشن، ناتوان باشن، حال دلشون خوب نیست، حال روح و روانشون خوب نیست. میخوام از شما سوال کنم چه فرقی است بین این انسان‌ها؟ میدونی حتی ممکنه نفر تو این دنیا، تو شهر شما، تو کشور شما فقیر به دنیا بیاد، نه؟ و میتونه تا آخر اون فقیر بمونه یا نه؟ میتونه فقیر به دنیا بیاد و واقعا یکی از ثروتمندان بزرگ تاجیکستان بشه. شاید براتون جالب باشه، من شخصا من علیرضا آزمندیان توی خانواده بسیار فقیر به دنیا اومدیم. فقط نون خالی میخوردیم، خیلی ما فقیر بودیم. ما مثلا 9 نفر آدم بودیم، یه خانواده 9 نفری توی یه دونه اتاق 10 متری زندگی میکردیم. باورت میشه خیلی فقیر بودیم. و من میتونستم همینطوری زندگی کنم، نه؟ ولی یه مرتبه بالاخره درس خوندم، بالاخره دبستان، دبیرستان، دانشگاه، و بعد بالاخره با کتابی آشنا شدم از آقای ناپلیون هیل به نام Think and Grow Rich، بیاندیشید و ثروتمند شوید. این کتاب تمام زندگی من عوض کرد. این کتاب مثل امروز در دنیا شما نقطه عطف تو زندگی من ایجاد کرد، یک تولد دوباره بود. و این کتاب به من گفتش که تو محکوم به آدم فقیر نیستی، بلکه میتونی انسان ثروتمندی بشی. باورت نمیشه وقتی اون کتاب رو خوندم واقعا تونستم، با اینکه کارمند ساده بودم ولی بعد تونستم یه حرکات عالی انجام بدم و بلندشم با همسرم و فرزند 3 سالم برم آمریکا. اونجا هر دومون فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترا گرفتیم. کلی موفق شدیم، به چندین کشور دنیا سفر کردیم و من امروز یکی از ثروتمندان ایران هستم، در حالی که یک روز یکی از بدترین فقیران ایران بودم. به این خاطر میخوام به شما بگم ای عزیزان دل من، مهم نیست که گذشته تو چگونه بوده تا حالا، مهم اینه که چه آینده رو میخوای انتخاب کنی بری. بله گذشته منم خیلی فقیرانه بود، ولی آینده چی؟ اما آینده چگونه ساخته میشه؟ همینطوری؟ نه، آینده با آموزش ساخته میشه، با انگیزه ساخته میشه، با تلاش ساخته میشه که بخواهی چه آینده ای رو. برای همین از شما امشب میخوام که انشالله برید در منزلتون و واقعا بنویسید که من مثلا برای 7 سال دیگه چیا میخوام، چه اتومبیلی، چه خانه‌ای، چه ارتباطی، چه ازدواجی، چه بیزینسی، چه کسب و کاری. تو رو خدا نقشه های آینده زندگیتون بنویسید، طراحی کنید زندگی رو. میدونی باید بدونی کجا میخوای بری، باید بدونی چی میخوای بشی، باید بدونی چی میخوای تو این دنیا، و بعد باور داشته باشی که آره میتوانم، من میتونم. برای که اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. قانون زندگی قانون باورهاست. ماشاءالله به شما. قانون زندگی قانون باورهاست. هر چی باور کنی میتونی خلقش کنی. لذا تو رو خدا نگو من نمیتونم، نگو نمیشه، نگو ما ننه بابام فقیر بودن، منم فقیر بودیم. شاید باورت نشه من با اینکه پدر مادر داشتم ولی من مرسه یتیمان میرفتم، فقط به خاطر که خیلی فقیر بودیم. ولی مهم نیست گذشته، تو میتونی آینده رو متفاوت خلق کنی. فقط یک روز باید تصمیم بگیری مثل امروز که انشالله آینده بهتری خلق کنی و تو این عرض واسه خدا خیلی کارا میتونی بکنی، خیلی پولای عالی میتونی در بیاری، خیلی رابطه‌های قشنگ میتونی برقرار کنی. میدونی همه چیز در دست توست، ولی یادت باشه باید باور کنی که من میتونم. اگر باور دیم باشی من نمیتونم، من بابام فقیره، مادرم فقیره، چیکار دیگه میتونم بکنم؟ بله اگر گویی که بتوانم قدم در ره که بتوانی، و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. نکته دیگه که دوست دارم به شما بگم، اگر واقعا میخوای تو زندگی فرد موفقی باشی، کارآفرین موفقی باشی، ثروت آفرین موفقی باشی، باید قشنگ بتونی با آدم ارتباط برقرار کنی. ارتباطات انسانی که تو قشنگ بتونی ارتباط برقرار کنی، قشنگ بتونی رابطه برقرار کنی، بهش میگن کلید طلایی موفقیت شما در کسب و کار زندگیتون.
یعنی همه انسان‌های موفق و ثروتمند کسانی بودند که خیلی قشنگ رابطه برقرار میکنن، خیلی قشنگ حرف میزنن، خیلی قشنگ دلا رو به دست میارن. بنابراین اگر میخوای قدم به قدم بدونی که چیکار کنی تو زندگیت بدرخشی، اینی که باید آموزش ببینی و باید یاد بگیری که چگونه سخن بگی، چگونه لبخند بزنی، چگونه دلها رو به دست بیاری، چگونه مشتریان رو جذب دنیا خودت بکنی، چیکار کنی که مردم تو رو دوست داشته باشن. برای که اگر دوست داشته باشن و با تو ارتباط برقرار کنن، تو میتونی به فرد ثروتمند و موفقی تبدیل بشی. اگه مردم تو رو نشناسن، اگر مردم تو رو دوست نداشته باشن، اگر کسی با تو ارتباطی برقرار نکنه، تو نمیتونی فرد موفقی باشی، تو نمیتونی بیزینسمن موفقی باشی. بنابراین اینم یکی از نکته‌هایی که دوست دارم که بدونی که قشنگ باید ارتباط برقرار کنی، قشنگ باید سخن بگی. حتی توصیه به شما میکنم عزیزان دل من، دوست دارم همین الان که اونجا نشستید همتون، چون من دوست دارم تو این سخنرانی امروز راه رفته خودم رو به شما نشون بدم. نرفتم فقط 4 تا کتاب بخونم بیام به شما از موفقیت بگم. همه اینا که دارم میگم خودم رفتم راهشو. خودم این راه رو رفتم، راه رفته خودمه، راه زندگی خودمه. لذا میدونم دارم چی به شما میگم. خیلی هم باور دارم که اگر شما هم واقعا فکر کنید، اگر باور کنید، اگر اون شخصیت قدرتمند در خودت بسازی، قطعا میتونی انشالله فردای قشنگی برای خودت بسازی. لذا میخوام به شما توصیه کنم حتی یاد بگیرید که چگونه سخنرانی کنید برای مردم، چون خیلی از انسان‌ها موفق سخنرانان موفقی هستند. و فکر نکن کار سختیه. نه، یه روزی منم بلد نبودم با 2 نفر آدم صحبت بکنم، مهم نیست. امروز برای چندین هزار نفر سخنرانی میکنم. خب بنابراین دلم میخواد که واقعا حتی خودت یه روز تو این صحنه اینجا ببینی، همین که اونجا نشستی، نه تصور کن یه روز به اینجا و برای مردمان شهر دوشنبه سخنرانی میکنی. آره میخوام بگم همه آدما به خدا هر کاری بخوای تو این دنیا میتونی بکنی، به شکل باور کنی که من میتونم. اگه بگی خوش بالا آزمندیان قشنگ سخنرانی میکنه ولی من نمیتونم، این حرف اصلا نزن. خوش بال فلانی ثروتمنده ولی من نیستم. خوش بال فلانی چه ماشین قشنگی داره ولی من نمیتونم. تو خدا نگو این حرفا رو. شما جوانانی که اینجا نشستید باید بدانید که عالی ترین زندگی رو میتونید در آینده داشته باشید. اصلا مهم نیست الان تو شرایطی هستی. فقط قانون داره ثروتمند شدن، پول درآوردن قانون داره، کارآفرین شدن قانون داره، کسب و کار عالی راه انداختن قانون داره. اگر این قوانین رو یاد بگیری و آموزش اگر یاد بگیری و در دنیا خودت پیاده کنی، تو هم میتونی که انسان بسیار موفقی باشی. لذا یاد بگیری. کسی که بعد دوست دارم یاد بگیری ارتباط برقرار کردن با آدمان قشنگ یاد بگیری که چگونه رابطه برقرار کنی. آری انسان یک موجود اندیشه مدار است، هر جوری فکر کنی زندگی میکنی. لذا دوست دارم که بدونید که تمام زندگی شما حول محور اندیشهاتون میچرخه و میگرده. میدونی اندیشه‌های عالی بکنی، باورهای عالی داشته باشی، احساسات عالی داشته باشی، تو میتونی فرد موفقی در زندگی باشی. خب همیشه هم یادت باشه اندیشه شما، میدونی برای همین ما اصلا تکنولوژی فکر رو برای این راستا طراحی کردیم که تفاوت بین انسان‌ها تفاوت در اندیشه هاست، تفاوت در فکر هاست. یه آدمی که موفقه قطعا اندیشه های مثبت و عالی میکنه و باورهای عالی داره، من میتوانم و من اینگونه فکر میکنم. و اون آدمی که ناکامه قطعا اندیشه های ضعیف داره، بنابراین اندیشه های منفی داره. بنابراین شما به فکر اندیشه های خودتون باشید. لذا میخوام بگم که شما با اندیشه های جدیدتون، با احساسات جدیدتون و باورهای جدیدتون مسیر جدیدی تو زندگی انتخاب میکنید. میدونی تا حالا چه مسیری اومدی تا این نقطه رسیدی؟ میتونی از این به بعد یه مسیر دیگه ای تو زندگی انتخاب کنی و به دستاوردهای بهتری برسید. این قانون زندگی است. امیدوارم که این اسلایدها رو شما قشنگ بخونید و متوجه بشید که من دقیقاً چی میگم. میدونی امروز دوست دارم عزیزان دل من، دوست دارم من این کلمه به شما بگم، کلمه تغییر. درست میگم نه؟ شما متوجه این تغییر یعنی چنج، تغییر. یه وقتایی تغییر در دنیا آدمو تغییرات کوچولو یه ذره بهتر شدی، تغییر کردی. ولی یک کلمه دیگه وجود دارن به نام تحول. تحول یعنی یک تغییر بنیادی. یعنی مثلا یک فرد فقیر تبدیل شده به یک انسان بسیار ثروتمند. ما بگیم تحول، نه فقط تغییر. میدونی ترانسفورمیشن،
تحول، یک تغییر بزرگ. لذا دوست دارم بدونی که امروز باید شما دنبال یک تحول بزرگ تو زندگیتون باشید، نه فقط 4 تا مطلب از من یاد بگیرید برید خونتون. دوست دارم تصمیم بگیرید امروز، دوست دارم تغییر کنید، دوست دارم تحول در شما ایجاد بشه و دوست دارم با خودت و با خدای خودت عهد کنی و بگی خدایا من دیگه مثل گذشتم زندگی نمی‌کنم، من آینده بهتری می‌سازم، من فردای بهتری می‌سازم. منتها ساختن یک آینده بهتر باید روششو بلد باشی که این روشش هم با آموزش‌ها یاد می‌گیرید. حالا اگر این نوع فکر کردن شما تکرار بشه، این فکرهای مثبت، اندیشه‌های عالی در دنیا شما تکرار بشه، اینا به صورت عادت در تو در میاد. عادت، میدونی habits. و آدم‌ها هر کاری که عادت کنن دیگه نمیتونن اون کارو نکنن. میدونی مثلا اگر تو عادت کنی که هی عادت کردی مثبت فکر کنی، عادت کردی بگی میشه، من انجام میدم، عادت کردی رابطه قشنگ برقرار کنی، یواش یواش وقتی این به تو عادت در تو در بیاد شخصیتت تغییر میکنه. میشه که انسان مثبت زیبای قدرتمندی که عاشقی که دنبال خلق ثروت، دنبال خلق آینده‌ای قشنگه، دنبال خلق ارتباطات انسانی قشنگه، یک انسان خوب، یک رفاقت خوب، یک ازدواج خوب، یک فردای خوب و همه چیز در دنیا شما تکرار عالی اتفاق میفته اگر کارهای خوبی تو به صورت تکرار انجام بدی. کلا شخصیت شما تغییر میکنه و یک شخصیت قدرتمند و مثبت از خودت میسازی. ببین مثلا میدونید مثل عادت‌ها رو بگم چقدر عادت دنیا آدم مهمه. مثلا اگر فرض کن یه نفر میدونی عادت کرده سیگار بکشه، عادت کرده دیگه، دست خودش نیست. میدونی که یه ضرب مثل ما داریم میگه که ترک عادت موجب مرض است. آدما نمیتونن عادتاشون رو بذارن کنار. وقتی سیگار میکشه هی بعد تو آخر عمرش سیگار بکشه و ترک این سیگار خیلی کار سختیه. حالا من شما سوال کنم که چون عادت‌ها میتونن عادت‌های خوب باشن یا عادت‌های بد باشن. مثلا کسی که عادت کرده مرتب الکل بخوره، مرتب عادت کرده سیگار بکشه، عادت کرده همش دروغ بگه، عادت کرده تا لنگ زور بخوابه. و یه آدمی هم که درست مثل شما عادت کرده انسان راستگویی باشه، عادت کرده که هیچ وقت مثلا سیگار نکشه، عادت به جاش میوه بخوره، عادت کرده که میدونی فرد صادقی باشه، عادت کرده که صبح سحر خواب بلند شه، سحرخیز باشه. لذا میخوام به شما توصیه کنم که سعی کنید در دنیای خودتون کارهای خوب رو به صورت عادت در خودتون در بیارید. اگر به صورت عادت در بیارید دیگه اذیت نمیشی. میدونی یه آدمی که ساعت 6 صبح، 5 صبح، 7 صبح عادت کردی هر روز صبح ساعت 7 صبح بلند شه یا 6 صبح بلند شه، فکر نکن با اذیت بلند میشه، نه، عادت کرده. درست مثل همون آدم میشه ساعت 12 بلند میشه، 11 بلند میشه. میخوام بگم عادت‌ها انسان رو اتوماتیک انجام میدن. ولی فرق بین انسان‌ها فرق در عادت‌ها است. انسان‌های فقیر عادت‌های بسیار غلط و بدی دارن و انسان‌های ثروتمند مثل شما عادت‌های بسیار خوبی دارن. لذا امروز یکی از توصیه‌هایی که واقعا من به عنوان معلم و دوست شما به شما میکنم اینه که بنشید تو زندگی همین امروز حتی یه لیست کنید برای خودتون. من چه عادت‌هایی دارم که این عادت‌های بد من تو زندگی عقب نگه داشته، نمیذاره من موفق شم، نمیذاره من پول در بیارم، نمیذاره من واقعا من فرد محبوبی در جامعه بشم. عادت‌های بدتون لیست کنید و تبدیل کنید به عادت‌های خوب و مطمئن باشید تبدیل به یه آدم دیگه میشی که اون آدم قبلی خیلی فرق می‌کنه. و انسان‌هایی که عادت‌های جدید در خودشون به وجود میارن اینا کسانی هستن که میتونن واقعا تو زندگی بسیار موفق باشن و بدرخشن. این اساس تغییر و تحول در دنیای شماست. عادت‌های خوب. از طرفی برای شما گفتم که تا تو تغییر نکنی زندگی تغییر نمیکنه، درسته؟ تغییر در چی؟ تغییر در نحوه تفکرت. فقط مثبت فکر کن، فقط بگو من میتونم، بگو میشه، من انجام میدم، امیدوار باش. نه یه آدم مایوسی میگه من که نمیتونم، برای من سخته، من فقیرم، من بابام فقیر بوده خودم فقیرم و هزار یک دلیل بیاری برای که بگی من نمیتوانم. نه، تو باید بگی من میتونم، من انجام میدم، من موفق میشم. میدونی بنابراین دوست دارم یکی از اتفاقاتی از امروز در ضمن یادتون باشه عزیزان دل من، امروز باید شما یه سری تصمیم بگیرید. اگر واقعا دلت میخواد سخنرانی امروز برای شما یک جاده جدیدی رو تو زندگی باز کنه و شما یه مسیر جدیدی تو زندگی به تا انشالله موفق بشی، باید امروز تصمیمات درست بگیری. تصمیم بگیر.
آیا میخوای دوباره مثل همچنان مثل گذشته زندگی؟ من نمیخوام بگم گذشته بد بوده، خیلی هم عالی بوده الحمدلله، ولی همیشه انسان ها میتوانن به گونه بهتر زندگی کنن. این جمله رو میگم، همیشه انسان ها میتوانن به گونه بهتر زندگی کنن. بازم میگم همیشه هر انسانی میتونه تصمیم بگیره که به گونه بهتر زندگی کنه، که اگر اون تصمیم رو نگیره همینطوری زندگی میکنه مثل روزهای قبلش. ولی من میخوام به شما توصیه کنم که تصمیم بگیرید که بهتر از گذشته‌هاتون زندگی کنید و اگر این تصمیم رو بگیری اتفاقات خوبی تو زندگیت بیفته. اصلا همه کائنات جهان هستی کمکتون میکنن تا این اتفاق در دنیا شما بیفته. آری تغییر در شخصیت تو، تغییر در تفکرات تو، تغییر در باورهای تو، تغییر و این تغییرها میتونن دنیای تو رو بسیار قشنگ کنن و در نتیجه تو به یک انسان جدیدی تبدیل بشی. یک بار دیگه میخوام توجه شما رو جلب کنم به این نکته که امروز اینجا تو این سالن چه خبره؟ تو برای چی اومدی؟ دنبال چی هستی؟ واقعیت قضیه که این هستش که امروز شما دعوت شدید تا مقدمات یک تحول بزرگ در زندگی برای خودتون و در کسب و کارتون ایجاد کنید. یک تحول بزرگ، یک تغییر بزرگ. و مفهومش این که دیگه مثل گذشته زندگی نکنی و یه جور دیگه. و کافی این تغییر بزرگ در شخصیت تو اتفاق بیفته، در نحوه تفکر تو، در نوع باورهای تو، در اعتماد به نفس تو، در نگاه تو به زندگی بیفته. و مطمئن باش اگه اتفاق بیفته تو از فردا زندگی بهتری خواهی داشت. این قانونه. لذا برای درخشش در کسب و کار و زندگی خودتون باید دو نوع مهارت داشته باشید. میگن مهارت‌های سخت و مهارت‌های نرم. اینجا نمیخوام برای شما توضیح بدم، خیلی بحثش طولانیه، ولی فقط یادتون باشه تمام زندگی یه مش مهارته. مثل مهارت خوب فکر کردن، مهارت پول درآوردن، مهارت کاسبی، مهارت رابطه‌های قشنگ برقرار کردن، تمام زندگی یه مش مهارته. اگر واقعا دلت میخواد در زندگی فرد موفق و ثروتمندی باشی، باید مهارت‌های جدید تو زندگی یاد بگیری. چطور با آدم ارتباط برقرار کنی، چطور اعتماد به نفست عالی کنی، چطور برای آینده طراحی کنی، چطور بری آموزش ببینی و یاد بگیری و مهارت‌های خود عالی کنی. تمام زندگی مش مهارته و همیشه تمام این مهارت‌ها قابل یادگیری هستند. اب نداره الان بلد نیستی، عیبی نداره، منم بلد نبودم، ولی یاد میگیری. این موضوع مهمه. لذا امروز ما همه اومدیم تا آموزش ببینیم و یک ورژن جدید از خودمون بسازیم. یا آدم دیگه بشیم امروز از این در بریم بیرون. باشه؟ و یادتون باشه این چیزی نیست که من به شما فشار بیارم و بگم که یالا تو باید آدم دیگه ای بشی. نه، این تصمیمی است که امروز شما برای خودت میگیری که من باید یه آدم دیگه بشم، من باید به انسان جدیدی تبدیل بشم، من باید بهتر فکر کنم، من باید مثبت بیاندیشم، من باید مثل عقاب باشم، من باید تو زندگی یک لیدر و رهبر باشم. نه اینکه آدم فالوور دنبال رو ببینم حالا بابان چی میگه، مامانم چی میگه، این چی میگه، اون چی میگه. نه، یک شخصیت قدرتمند و مستقل که خودت فکر کنی، خودت خلق کنی، خودت رابطه برقرار کنی، خودت کسب و کار جدیدی بزنی، خودت یک مغازه نمیدونم چه یه رستوران مثلا بزنی، یک بیزینسی بزنی، یک کارآفرین بشی، یک کارخونه بزنی. همه اینا میتونه امروز در دنیایتون نطفه‌اش تو این ذهن شما شکل بگیره. و اگر امروز این تصمیمات رو بگیری، از فردا تو یک زندگی متفاوتی خواهی داشت. بنابراین برای اینکه یک کارآفرین موفق و درخشانی باشی، لزومی نداره که حتما انسان خاصی باشی. میدونی کافیه که کسی باشی که بقیه انسان‌ها نیستن. من این اصطلاحات خیلی دوست دارم، نگاه کنید لطفا. عزیزان من، به نظر شما چه فرقی است بین این آدمای مختلف که همه اینوری میرن و یه آدمی که به عکس بقیه اینوری میره؟ ما میگیم این انسان‌های استثنایی، انسان متفاوت. یعنی بقیه آدم‌ها راه فقر رو میرن و این انسان ثروتمندی رو میره، راه ثروتمندانه‌ای رو میره. لذا دوست دارم همتون خودتون رو مثل این فلش سفید ببینید. من متفاوت فکر میکنم، من مثل بقیه نیستم، من فردای بهتری خواهم ساخت، من تصمیمات جدید میگیرم، من راه جدید رو تو زندگی میرم. خدا میدونه همینه. یادتون باشه به شما گفتم من یکی از افراد فقیر جامعه ایران بودم خودم و امروز یکی از ثروتمندان ایران هستم. البته این لطف خدا بوده، ولی میخوام بگم که سعی کردم مثل بقیه همشاگردیام نباشم، مثل بقیه افراد خانواده‌ام نباشم.
شاید برات جالب باشه ما تو خانواده اون 3 تا پسریم 3 تا دختر. خب من پسر وسطی هستم. وسطی یعنی یه برادر بزرگتر از خودم دارم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. خب جالبه بدونید یادتون باشه توی خانواده با یه پدر مادر با یه شرایط تو تهران، ولی 2 تا برادر من مثلا به لحاظ علمی هر دو دیپلم گرفتن، من فوق دکترا دارم. میخوام بگم تو رو خدا میبینید دلیل نیستش که منم مثل برادرم باشم، منم مثل خواهرم باشم، منم مثل چون از این پدر مادر اومدم. نه، شما میتونید مثل برادر خواهرت دیت نباشی، مثل همشاگردیات نباشی، مثل افراد محلتون نباشی. تصور میتونی بکنی یعنی چه دلیلی داره که 2 تا برادر 3 تا پسر توی خانواده وسطی فوق دکترا بگیره، بره دانشمند بشه، بره در امریکا 12 سال در امریکا بره برای مردمان ایران دنیا سخنرانی کنه به زبان انگلیسی یا فارسی، و 2 تا برادر دیگه من 2 تا دیپلمه باشن که خیلی فقیرانه دارن زندگی میکنن. البته نه الان دیگه. خب و من تونستم مثلا برای تمام خواهر برادرم در بهترین نقطه‌های تهران بتونم براشون خونه بخرم، در حالی که من هم فرد فقیر بودم، فرق نمیکنه. رفته بودم توی اداره سراسیما با یه چندرغازی میگرفتم همین. ولی وقتی یه روزی مثل امروز اومدم واقعا آموزش دیدم، کتاب خوندم، با آقای ناپلیون هیل آشنا شدم، تصمیم گرفتم که مثل بقیه نباشم، مثل بقیه خواهر برادرم نباشم، مثل بقیه مردمان ایران نباشم، همه چیز تغییر میکنه. لذا نگاه نکنی که بگی خب من که دیگه چیکار کنم، نگو من دیگه چیکار کنم. خب من دیگه چیکار کنم؟ پدرم که فقیره، کارگره، مادرم که هیچ خونه داره، فقیره، درآمد دیگه هم ما نداریم، چیکار من باید بکنم؟ تو رو خدا این حرفو نزن. آدم‌ها خیلی کارا میتونن بکنن اگر خودشونو باور داشته باشن. لذا تو زندگی من این تصویر رو خیلی دوست دارم. میدونی تو زندگی مثل اون فلش سفیده باش، مثل اون ارای سفید باش. کافیه فقط متفاوت از بقیه باشی، همین. راهی که همه میرن تو نرو، کارهایی که همه میکنن تو نکن. اگر هر روز صبح ساعت 8 صبح 10 صبح از خواب بلند میشن، تو بلند نشو، تو 6 صبح از خواب بلند شو. اگر بقیه افراد خانواده آموزش نمیبینن، تو آموزش ببین. اگه بقیه افراد خانواده نمیدن تو این سمینار ولی تو اومدی، و این تفاوتی است که ایجاد این همه تفاوت میکنه که تو فوق دکترا بگیری، بقیه برادرات و خواهرات دیپلم، فقط های اسکول، فقط مدرسه رفته باشن. میدونی در حالی که من به 60 کشور دنیا سفر کردم، همه هم با پول خودم. میدونی و تونستم خیلی کارهای عالی و بزرگ انجام بدم، و آنچه را که برای مردم میگم راهی که خودم رفتم. نرفتم 4 تا کتاب موفقیت بخونم برای مردم از موفقیت صحبت کنم، یا برای مردمان دوشنبه، مردمان تاجیکستان بیام فقط 4 تا کتاب رو معرفی کنم. نه، راه رفته خودمه. برای همین با ایمان با شما حرف میزنم، با اعتقاد با شما حرف میزنم، باور دارم که چی دارم میگم به شما، باور دارم. لذا یک شخصیت قدرتمند با دنیا و از عزت نفس و اعتماد به نفس، یک برند شخصی زیبا، a personal brand، یک انسان متفاوت از بقیه. دوست داری از بقیه متفاوت باشی؟ دوست داری از همه همشاگردیات متفاوت باشی؟ دوست داری از همه همکارات متفاوت باشی؟ آره عزیزان دل من، یک انسان متفاوت باشه و کافی تصمیم میگیری. همین. کار قهرمانانه هم نباید بکنی، کافی تصمیم میگیری و تمام کائنات خدا به شما کمک میکنه که اون تصمیم در دنیا شما اتفاق بیفته. هیچ وقت تو زندگی فکر نکن تو تنهایی. خیلی جالبه. هیچ وقت تو زندگی فکر نکن تو تنهایی. هر فکری که میکنی یا هر اندیشه که میکنی یا طبق قانون جذب، the law of attraction، طبق قانون جذب تمام کائنات خدا به تو کمک میکنن که اون اتفاق در دنیای تو بیفته. یه نفر بیاد یه کتاب معرفی کنه، یه نفر بیاد تو رو به سمینار ببره، یه نفر بیاد با شریک بشه، یه نفر بیاد به تو آموزش بده، یه نفر بیاد تو رو هدایت کنه. آره همینجوری زندگی. هیچ وقت فکر نکن تو زندگی تنهایی. تنها نیستی. منتها چشات باز کن، فرصت ها رو ببین، آدم ها رو ببین، و کافی است که اولا برای خودت و برای آینده، برای همین اول من سخنرانی گفتم تو رو خدا با آینده هاتون فکر کنید. دست از سر گذشته‌ت بردار،
میدونی پشت سر نیست فضای زنده، پشت سر مرغ نمیخواند، پشت سر خستگی تاریخ است. رهایش کنید. زندگی آبتنی کردن در حوزه اکنون است، تلاشی بکنید. میدونی بنابراین دست از سر گذشته وردار و با آینده فکر کن که میتواند این آینده متفاوت خلق شود و تو هرگز محکوم به سرنوشت نیستی. تو مجبور نیستی مثل بقیه مردمان محلتون، کوچه‌تون، سازمانتون، ادارتون زندگی کنید. میتونی به عنوان یک لیدر و رهبر کاری متفاوت انجام بدی. بیا آموزش ببینی، بیا یاد بگیری، مطالعه کن که آقا ثروتمندان چگونه ثروتمند شدن، کارآفرینان موفق چی کردن که موفق شدن. میدونی حتی یه نکته دیگه میخوام الان بگم خیلی جالبه. حتی این سوال نکن که اونا چی کار کردن که موفق شدن، از خود سوال کن اینا چی کار نکردن که موفق شدن. این جالبه این نکته. خیلی وقتا انسان‌های موفق به خاطر این نیستش که چی کار کردن موفق شدن، نه، یه وقتای آدمای موفق گفتن چی کار نکنم تا موفق شم، با کی رابطه برقرار نکنم تا موفق شم، میدونی کدوم عادت نداشته باشم تا موفق شم. همه شما استیو جابز رو میشناسید نه؟ صاحب اپل، کمپانی اپل، آیفون، اپل، خدا رحمتش کنه. میدونی وقتی آخرای عمرش ازش سوال کردن که آقای استیو جابز تو به کدومی که از این کارها و پروژه ها که این همه انجام دادی و درخشیده، تو به کدومی که از این پروژه ها و کارها که کردی افتخار میکنی؟ میدونی چی جواب داد؟ گفت من به کارها که نکردم بیشتر افتخار میکنم تا به کارها که کردم. به نظر میاد که خیلی جالبه خیلی جالبه. به نظر میاد که موفقیت تو در گروی کارهایی نیست که باید بکنی، چه بسا در گروی کارهاست که نباید بکنی. نباید با این آدم ارتباط برقرار کنی، میدونی نباید این پروژه رو انجام بدی، شکست میخوری، نباید گوله این آدم رو بخوری، نباید دنبالش بری. نبایدها یه وقتای مهمتر از بایدهان. این نکته هم در نظر بگیر تو زندگی. نبایدها خیلی وقتای مهمتر از بایدهاست. لذا این چه کارهایی رو نباید بکنید تا زندگی موفق بشی. اینا چیزایی که دوست دارم شما واقعا یاد بگید به عنوان یک شخصیت متفاوت. بنابراین پس با خودت بگو که برای اینکه من یک کارآفرین موفق و درخشانی باشم لزوم نداره که انسان خاصی باشم یا از یه پدر و مادر خاصی به دنیا آمده باشم یا توی محله خاصی به دنیا بیام یا توی شهر خاصی به دنیا بیام. نه، کافی است که کسی باشی که بسیاری از انسان‌ها نیستند. یعنی یک انسان متفاوت. من جل خیلی دوست دارم یک انسان متفاوت باش. مثل بقیه خواهر برادرات نباش باشه، مثل بقیه همشاگردیات نباش باشه، مثل بقیه هموطنات نباش باشه. انسان متفاوتی باش. کی گفته تو مثل بقیه باید باشی؟ کی گفته راهی که اونا رفتن تو هم باید همون راه رو بری؟ کی گفته تو باید با همه آدم ارتباط برقرار کنی؟ نه، بعضی از آدم نباید ارتباط برقرار کنی. بعضی از آدم اردکن، بعضی از آدم زنجیرن به پای پرنده اندیشه تو، نمیذارن پرواز کنی، نمیذارن کار عالی انجام بدی. میدونی لذا وقتی با بعضی از آدم اصلا نباید رابطه برقرار کنی، اصلا نباید با این آدم ازدواج کنی، اصلا نباید این پروژه رو انجام بدی، به دردتون نمیخوره، سرمایه و عمر تلف میشه. لذا بیا آموزش ببین و یاد بگیر که چه کارهایی رو باید بکنی در زندگی تا موفق بشی. لذا چه تفاوتی است که این همه تفاوت ایجاد میکنه؟ میدونی بین برادرانی که به هیچ موفقیت نرسیدن، آخر در نهایت دو تا کارمند معمولی شدن، دیپلم دارن، و یه برادر وسطی که بتونه فوق دکترا بگیره از بهترین دانشگاه امریکا. حتی من سالهای سال تو امریکا در دانشگاه امریکا درس دادم به زبان انگلیسی، در حالی که برادرای من یک کلمه انگلیسی هم بلد نیستن، ولی همه توی خانواده به دنیا آمدیم، توی خانواده بزرگ شدیم. میخوام بگم چه تفاوتی است که ایجاد این همه تفاوت میکنه در نگرش تو، در تفکرات تو، در شخصیت تو، در باورهای تو، در تصمیمات تو، در اقدامات تو، در انگیزه های تو، در اعتماد به نفس تو، در مسیر آینده تو. لذا امروز تصمیم میگیری که انسان متفاوتی باشی و قشنگترین آینده رو خلق کنی. میدونی برای که
یک انسان متفاوت یک زندگی متفاوتی رو خلق میکنه. خب گفتم زندگی ها رو شخصیت ها خلق میکنن. اگر تو بتوانی با آموزش یک شخصیت بهتری از خودت بسازی، یک ورژن بهتری از خودت بسازی، این انسان یک زندگی متفاوتی خلق میکنه و این قانون است. بنابراین و تمام این تفاوت ها رو یک کارآفرین درخشان میتونه تو زندگیش ایجاد کنه. اگر شما در جمع شما عزیزانی هستین که دوست داری کسب و کاری را بندازی، دوست داری تو بیزینس موفق باشی، بعد بدانی که نسبت به بقیه آدما باید اینجوری باشی. نمیتونی همرنگ جماعت بشی. این ضرب مثل شما شنیدید که خواهی نمیم شما این ضرب مثل رو دارید یا نه؟ ما در فارسی داریم میگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. کی گفته؟ کی گفته؟ خیلی وقت بعضی از شعرها، بعضی از ضرب مثل آشغاله، چرت پرته. کی گفته خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟ من میخوام رسوا باشم، من میخوام متفاوت باشم، من میخوام انسان باشم که با بقیه فرق کنم. اگه تمام میدونی مثلا عرض میکنم شما هم الان به مردمان کشورتون نگاه کنید، کیا تو کشور شما واقعا درخشیدن، موفقن، ثروتمندن، دانشمندن، انسانهای بزرگی شدند؟ چه بسا اونا تو خانواده بودن که خیلی هاشون فقیر بودن، به خدا فقیر بودن، آه در بساط نداشتن. ولی چی شد که امروز یک کارآفرین موفقه؟ چی شد که یک کارخانه دار موفقه؟ چی شد که یک سرمایه‌دار موفقه؟ چی شد که یک انسان بسیار خوب معنویه، الهیه؟ چی شده؟ این داستان تصمیمات انسان‌ها، داستان آموزش‌هایی که انسان‌ها می‌بینند. بنابراین شما زمانی کارآفرین و رهبر موفق و توانمندی خواهید شد که همواره خود را در این مدل ببینی و این خود یک خودباوری زیبا و رهبرگونه است. من یک رهبرم، من مثل بقیه نیستم. بازم بهتون تاکید میکنم عزیزان، به خدا من خیلی شما را عاشقانه دوست دارم. میدونی برای چی من خودم یه روزی خودم رو اینجا میدیدم. یه روزی خودم واقعا فردی بودم که تشنه تغییر بودم، تشنه ساختن فردای بهتری بودم. میدونی خیلی حتی ازدواج کرده بودم با یه دختری که اونم فارغ التحصیل یکی از دانشجوهای خوب تهران بود، ولی ما خیلی فقیرانه زندگی میکردیم. من که مهندس مکانیک بودم از دانشگاه صنعتی شریف، یک دانشگاه خیلی بهترین دانشگاه صنعتی ایرانه، ولی ما فقیر بودیم. ولی همه چیز تغییر کرد آنجا که آموزش دیدم، آنجا که یاد گرفتم، آنجا که کتاب خوندم، آنجا که متوجه شدم نه، من محکوم به سرنوشت نیستم، من مجبور نیستم راه خار بردارم برم، راه پدر مادرم برم، میتونم متفاوت زندگی کنم. آری شما کافی است که احساس کنید که میتونید فرد متفاوتی باشید، اقتصاد پویایی داشته باشید، پول عالی تو زندگی در بیارید. همین من به شما بگم، میخوام همین به همه شما بگم، همین چقدر درآمدی هست در ماه یا در سال، چقدر درآمد داری؟ خدا میدونه تو همین درآمد رو تو بتونی تا ظرف حتی نمیدونم 1 سال آینده تو میتونی درآمدت 10 برابر کنی. میتونی 10 برابر کنی. میگن تئوری 10x. میتونی 10 برابر کنی به شرط اینکه بیای ببینی چیکار باید بکنی. سرتو نندازی پایین صبح شب تکرار همون دیروز فردا به وجود بیاری، همون پیروز فردا دوره خلق کنی. نه، متفاوت زندگی کنی، متفاوت باشی تا بتونی فردای بهتری خلق کنی. همه اینا بستگی داره که چگونه فکر میکنی. من امروز تمام تلاشم اینه که به شما این نوید رو بدم، این بشارت بدم. به خدا تو میتونی یه جور دیگه فکر کنی و تو میتونی یه جور دیگه زندگی کنی. آدما هرگز محکوم به سرنوشت نیستن. لذا دوست دارم که در تو امروز یک ذهنیت جدید ساخته بشه، یک منتالیتی جدید، یک ذهنیت جدید، یک باورهای جدید، یک اعتماد به نفس جدید، یک روحیه جدید، یک امید جدید، یک احساس جدید و در نهایت یک شخصیت جدید، یک شخصیت رهبرگونه جدید که ببینه چیکار باید تو زندگی بکنی و چیکار نباید تو زندگی بکنی تا موفق شی. آری ذهن جدید، زندگی جدید و کسب و کار جدید رو خلق میکنین قانونه. انسانان اون اندیشه هاشونو میخورن. آدما هر جوری فکر کنن همون جوری زندگی میکنن و این فرمول کار زندگی شماست. لذا دلم میخواد که شروع کنی از امروز به بعد یاد بگیری که چجوری فکر کنی. مثل همه فکر نکن. اگه مثل همه فکر کنی مثل همه زندگی میکنی. اگر میخوای متفاوت باشی، اگر میخوای لیدر برجسته‌ای باشی، اگر میخوای شخصیت درخشانی باشی، باید بدونی
و بتونی یه جور دیگه فکر کنی و یه جور دیگه تصمیم بگیری. میخوام به شما میگم که آری همه چیز در ذهن شما شکل میگیره و شخصیت به زندگی شما رو میسازه. بنابراین شما نون اینجا رو میخوری، نون تفکرات خودتو، نون اندیشه های خودتو میخوری و تا تغییری در نظام تفکرت ایجاد نشه هیچ تغییری تو زندگی ایجاد نمیشه. تا اینجا تغییر نکند وضع مالی تو تغییر نمیکنه، وضع رابطه تو تغییر نمیکنه. اگر میخوای کانونی از عشق مهربانی در خانه داشته باشی، قشنگترین روابط تو خانه داشته باشی بین تو، پدر، مادر، همسر، فرزندان، باید نظام تفکر شما تغییر بکنه. بعد بتونی یه جور دیگه فکر کنی، چون آدما هر جوری فکر کنن همون جوری زندگی میکنن. لذا فکر این تصویر رو خیلی دوست دارم که با دستش گرفته این کره رو. ببینید خیلی خیلی دوست دارم این رو ببینید. فکر همه سرمایه و ثروت شماست. همین. میدونید تفاوت بین که انسان ثروتمند یا این فرد فقیر، تفاوت در دو تفکره. این اینجوری فکر میکنه، اون اونجوری فکر میکنه. اون این کار رو انجام میده، اون کار رو انجام نمیده، یه کارهای دیگه انجام میده. بنابراین دلم میخواد که امروز بیای با خودت ملاقات کنی و بگی آیا من در زندگی درست فکر میکنم؟ آیا راه درست رو تو زندگی انتخاب کردم؟ آیا همین یه دونه راه رو دارم یا نه میتونم یه جور دیگه هم فکر کنم، یه جور دیگه هم زندگی کنم؟ لذا شخصیت‌های قدرتمند که اندیشه‌های زیبایی دارن در کسب و کارشون میدرخشند. تو باید واقعا نظام تفکرت رو عوض کنی و بتونی به یک شخصیت کارآفرین تبدیل بشی. لذا میخوام میگم تمام دستاوردهای خوبی که شما اینک در زندگی خودتون دارید روزی اونها رو نداشتید، مگه نه؟ و با اجرای قوانین مربوطه اونها رو به دست آوردی، یه سری قانون‌ها رو اجرا کردی، فکرهای متفاوتی کردی، تونستی اونها رو به دست بیاری و خوش به سعادتت. به همین دلیل اگر میخوای چیزهای بیشتر تو زندگی به دست بیاری، باید به یک انسان بهتری تبدیل بشی با دستاوردهای بهتری. میتونم ازتون خواهش کنم همگی بلند شین وایسین؟ ماشاءالله. برای خودتون لطفاً کف مرتب بزنید. درود بر شما. کف بزنید برای خودتون، تشویق کنید. اگر من به شما بگم که تا آخر جلسه شما هم باید مثل من وایسید، اشکال نداره؟ اشکال نداره؟ یه خود پاتون تکون بدید. اگر بهتون میگم تا آخر جلسه باید وایسید مثل من، اشکال نداره؟ پس لطفاً وایسید. خیلی خوبه. باشه، شوخی میکنم. یه دقیقه فعلا وایسید. چند تا اسلاید با هم دیگه اینجوری ببینیم. لذا برای رسیدن به دستاوردها و خلق یک زندگی زیبا لازمش استفاده کردن از یک تکنولوژی است به نام تکنولوژی فکر، که دوست دارم ان شاءالله شما با این مباحث بیشتر آشنا بشید و واقعا بتونید تحولی تو ذهنتون ایجاد کنید، تو فکرتون ایجاد کنید، برای که شما اون اندیشه‌هات رو بخورید. بفرمایید بشین، خواهش میکنم. درود بر شما. مرسی. اگر من یک کلمی رو بگم همتون تکرار میکنید، همتون بگید تصمیم. شما هم این کلمه رو به کار میبرید، نه؟ تصمیم، دیسیژن، تصمیم. همتون بگید دوباره بگید تصمیم. یه باری محکم‌تر بگید تصمیم. آفرین. رسیدیم به نقطه خیلی جالبی تو زندگی. تمام انسان‌هایی که در زندگی درخشیدن یک روز تصمیم بسیار مهم میگرفتند. تصمیم. و تمام کسایی که اومدند و رفتند و هیچ غلطی تو زندگی نکردن، اینها هیچ وقت تو زندگی تصمیم خوبی نگرفتن. میدونی؟ بنابراین میخوام شما تو زندگیتون دنبال این کلمه باشید کی و کجا باید تصمیم بگیرید تا یه جور دیگه زندگی کنید. مثلا من دلم میخواد واقعا نتیجه کل این سمیناری که شما امروز اومدیم در دنیای شما یک تصمیم باشه. میدونی چرا اینقدر تصمیم مهمه؟ برای که تمام انسان‌ها که در زندگی درخشیدن، حتی کره ماه رفتن، به دنیا ثروت‌ها رسیدن، انقلابی تو زندگیشون ایجاد کردن، اونا یک روزی مثل امروز یک شنبه تصمیم گرفتن که چیکار باید بکنن. بنابراین قانون تصمیمه. لذا این جمله رو هیچ وقت تو زندگی یادت نره که تا تصمیمی اتخاذ نشود تغییری در زندگی رخ نمیدهد. یادت از کلمه تغییر رو با هم گفتیم چقدر مهمه. تغییر چطوری تو زندگی آدم اتفاق میفته؟ یا تغییر چگونه در شخصیت آدم اتفاق میفته؟ با یک تصمیم. مثلا تو امروز تصمیم میگیری که من دیگه نمیخوام مثل گذشته‌ام زندگی کنم،
من میخوام فردای بهتری بسازم، من میخوام یک بنگاه اقتصادی درست کنم، میدونی من میخوام یک کسب و کار بزرگی بزنم. تصمیم، دیسیژن. و تمام تفاوت بین انسان ها در کل دنیا تفاوت در تصمیم هایی است که انسان ها میگیرند. بنابراین من میخوام به شما توصیه کنم به عنوان یک فرد موفق امروز تصمیم بگیری، برای که تصمیم گرفتن یک قدرته. میگن قدرت تصمیم گیری، the power of decision making، قدرت تصمیم گیری. میدونی عزیزان خیلی اسلاید دوست دارم که آزادی انتخاب مهمترین ارمغانی است که خداوند به انسان داده. تو میتونی انتخاب کنی هر جوری میخوای، تو میتونی انتخاب کنی هر جوری میخوای، هر راهی بری، هر بیزنسی خواهی داشته باشی، هر جای دنیا بخوای زندگی کنی، تصمیم شماست. بنابراین آزادی انتخاب مهمترین ارمغانی است که خداوند به بشر داده. به خاطر اینکه تاریخ بشریت با شانس و اتفاق رخ نداده، میدونی، بلکه با انتخاب ها و شانس و اتفاق. هیچ تو این دنیا اتفاقی نیست. با تصمیمات انسان ها زندگی ها شکل گرفته. میدونی مثلا عرض کنم همه شما همین الان تو زندگی چقدر پول در آوردی؟ چقدر درس خوندی؟ چه مسیری رفتی؟ تو چه خونه زندگی میکنی؟ چه اتومبیلی داری یا نه با اتوبوس و تاکسی اینور بر بری؟ همه این حاصل تصمیمات شما بودی که در کل زندگیت این تصمیمات رو گرفتی و امروز شما شدی این انسان. اینم زندگیته، خیلی هم عالیه. اگر بخوای یک زندگی بهتری خلق کنی باید تصمیمات بهتری بگیری، قانونه. برای که آنچه را که زندگی ها رو تغییر میده تصمیمات انسان هاست. کی میدونه جنس تصمیم چیه؟ جنس تصمیم چیه؟ جنس تصمیم چیه تو دنیای بشر؟ جنس تصمیم یک فکره، مگه نه؟ ولی یک فکر متفاوت، نه؟ یه جوری متفاوت فکر کردی، یک تصمیم دیگه گرفتی. میخوام به شما بگم که امروز شما تصمیم بگیرید باشه. اگر دلت میخواد بهترین حاصل از این سمینار امروز بگیری، لطفاً میشه امروز تصمیم بگیری، هر تصمیمی که دلت میخواد. مثلا عرض میکنم اگر گوش کن بچه، خیلی مهمه. علتی من گفتم فقط به 7 سال آیندهتون در آینده فکر کنید اینه که مثلا اگر خداوند امشب یه فرشته رو به خانه شما بفرسته، به این نکته خیلی خوب دقت کنید چون مهمه، من خیلی ازش بهره بردم. فرض کنید که امروز شب که شما رفتی خونه، خداوند یک فرشته رو به نزد شما میفرسته، میگه به این بنده من، این فرشته بگو که اولین جلسه که تو رفتی خودت نرفتی، من تو رو فرستادم چون دوست داشتم تحولی تو زندگیت ایجاد بشه. به این خاطر به ذهنت انداختم، یه نفر تو رو دعوت کرد، یک عکسی رو توی سمینار دیدی، دعوت شدی خلاص بیا این سمینار، من تو رو دعوت کردم. یعنی این حضور شما در جلسه امروز خواست خدا بوده به نظر من. خب بعد خدا این جمله رو بهتون میگه، به این فرشته میگه به تو بگه، میگم بهش بگو که برای 7 سال آیندهش هر چی بخواد من بهش میدم. میدونی اگر واقعا خداوند به تو بگه هر چی برای 7 سال آیندهت میخوای من بهت میدم، آیا واقعا شماها میتونید به اون فرشته بگید من چی میخوام؟ یه لیستی میتونید بهش بدید؟ هر چیزی، خانه، زندگی، اتومبیل، هر چی، تحصیلات، ارتباط، ازدواج، میتونید بگید یا نه؟ لطفاً خوب گوش کنید. اینجا این بحث من امروز خیلی مهمه. میخوام در واقع به شما بگم چه فرقی است بین انسان‌های ثروتمند تاجیکستان و انسان‌های فقیر و عقب افتاده تاجیکستان. میخوام برات بگم. شاید برات نشه، تفاوت در خواستن انسان هاست. به همین دلیل این فرشته میاد در محضر تو و به تو میگه خدا گفته هر چی بخوای تو این 7 سال بهت میدم، فقط لیستش بنویس من برم پیش خدا، عرش خدا، و مطمئن باش برات اتفاق میفته. اگر همچین وعده به شما داده شود، آیا شما که امروز به این همایش اومدید آیا میتونید به این فرشته خدا جواب بدی یا نه؟ میدونی چرا؟ برای که بعضی از آدم‌ها اینجوری اندیه اردکه دور از جون همه شما، میگه آره نمیدونم، برو به خدا بگو هر چی خودت میخوای، من نمیدونم، هر چی خودت میخوای بده، نمیخوایم نده. اینقدر استقلال، اینقدر شخصیت نداره، اینقدر باور نداره، اینقدر رهبر نیست، اردکه که حتی نمیتونه به فرشته که از جانب خدا آمده نمیتونه بهش بگه من چی میخوام. دیگه چه انتظاری از زندگی آدم داری که خودش نمیدونه چه غلطی داره میکنه و چی میخواد؟ میگه برو به خدا بگو هر چی خودت میخوای، من نمیدونم.
ولی من میخوام بگم درست به عکس شما، تو رو خدا امشب آماده باش که به این فرشته خدا بتونی بگی من چی میخوام. من سوالم از شما الان اینه، آیا میتونی به این فرشته خدا بگی من چی میخوام؟ برای که بزرگترین مشکل انسانهای فقیر بدبخت عقب افتاده اینه که نمیدونن تو زندگی چی میخوان. نمیدونن، گم شدن تو دیار زندگی. میدونی چی میگم؟ گم شدن تو این دیار زندگی در تاجیکستان، در ایران گم شدن، نمیدونن چی میخوان. ولی خیلی مهمه که انسانهای موفق همیشه میدونن چی میخوان، همیشه فردای عالی فکر میکنن، همیشه آینده‌های خودشون امروز میبینن و باور میکنن که من این اتومبیل خواهم داشت. حالا میبینی در این خانه زندگی خواهم کرد. حالا میبینی علاماتش هم اینه که میگه حالا میبینی خودشون به چالش میشن. حالا میبینی چیکار میکنم تو زندگی، من اینجوری فقیرانه زندگی کنم، من با برادرای دیگه متفاوت خواهم بود. حالا میبینی. و آدمایی که این گونه میگن حالا میبینی، خدا میدونه این تخصص منه، من میفهمم چی داره میگه. تمام خدا و کائنات خدا و در دیوار وجود همه کمکش میکنن یه آدم اوج بگیره، اینجوری میدرخشه. میدونی؟ لذا میخوام پدرم، من واقعا به عنوان پدر تو که واقعا عاشقانه مثل فرزند خودم دوست دارم، تو دختر من، تو پسر من، به خدا این نکته خیلی مهمه. این اساره تمام تجربیات زندگی منه. بر همین عیسی مسیح از قول خدا به مردمش میگوید که ask and you shall receive، بخواهید تا به شما داده شود. یک راز بزرگی است در خواستن و یک راز بزرگی غم انگیزی است در نخواستن و ندانستن. لذا بدانید تو زندگی چی میخواید. برای همین من میگه امتحان کنید، خدا میدونه امتحان کنید. میدونی من از همه شما میخوام یه دفترچه 100 برگ قشنگی بخرید و بعد تو این دفترچه رو جلدش بنویسید دفترچه ثبت موفقیت ها و زیبایی های زندگی 7 ساله من. 7 عدد مقدسه. 7 شهر شاهدتار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه ای. میخوام کلمه تصمیم گیری رو امشب تو زندگی خودت پیاده کنی. خیلی رسیدیم به نکته خیلی مهم بحث امروز ما. تو رو خدا بدانید که تو زندگی چی میخواین، بتونید براش تصمیم بگیرید، بتونید به خدا و به کائنات خدا بگید من اینا رو میخوام. و نمیدونی که هدف‌ها در انسان چقدر انگیزه میده برای کار کردن و زندگی خلق کردن. اگر چیزی نخواهی لنگ زور فردا خواب بلند میشی. اما اگر بدانی که امروز تصمیم گرفتی و به خدای رحمان گفتی که خدا رزاق من اینا رو میخوام تو زندگی، نمیدونی چه انگیزه پیدا میکنی، نمیدونی چقدر حالت خوبه فردا. و همیشه میتونی، این جمله من مهمه، همیشه میتونی به عشق فرداهای قشنگت امروز را خوب زندگی کنی، فردا رو هم خوب زندگی کنی، پس فردا رو هم خوب زندگی کنی. میدونی چرا؟ برای که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم بخور. تو غم نمیخوری. خوشا به سعادت اون انسانی که برای آیندهش تصمیم گرفته، برای آیندهش هدف داره. لذا میگه اب نداره من الان فقیرم، اب نداره من الان مرسی یتیمان میرم، ولی یه روزی به دکتر آزمندیانی تبدیل میشم که برای دنیا سخنرانی میکنم. میدونی من یک کتاب به انگلیسی نوشتم تحت عنوان Think Yourself Successful، خود را موفق احساس کنید. این کتاب رو میلیاردها نفر از مردمان جهان همین الان به زبان مادریشون میتونن بخونن، فارسی، عربی، انگلیسی. اخیراً هم که زبان قشنگ شما که ترجمه کردن اجزان نوشتن به زبانی که شما با خطی که شما بتونید بخونید. خیلی جور میلیاردها نفر از همون کارمند قراضه صدا و سیما دارم بگم که باید 7000 تومان حقوق میگرفت. میدونی تو مرسی یتیمان درس خونده بود. همون آدم امروز کتابش رو میلیاردها نفر از مردمان جهان میتونن به زبان مادریشون بخونن، چینی، عربی، انگلیسی، فارسی و زبان قشنگش، خط قشنگ شما. تو رو خدا میدونی، لذا میدونم دارم به چی میگم، التماست میکنم میگم به خدا تو نمیدانی که امروز چه موقعیت قشنگی خدا برای تو فراهم کرده. ایمان داشته باشی. هیچ چیزی تو این دنیا اتفاقی نیست. تو اتفاقی نیومدی به این سمینار.
خدا خواست که تو بیای و واقعا یک اتفاقی در دنیای تو بیفته و همون خدای رزاق و مهربان امشب به تو میگه هر چی بخوای تو 7 سال آینده بهت میدم. میدونی چی میخوای؟ میتونی من بگی من چی میخوام؟ لذا اگر بتوانی امشب نقشه راه 7 سال آینده تو حداقل تنظیم کنی و به خدا اعلام کنی و باور کنی آنچه را که نوشتی که من خلقش میکنم، حالا میبینی خدا میدونه در دنیای تو اتفاق میفته. عزیزان دل من، تمام آینده های شما رو تصمیمات امروزتون میسازه. دوباره میگم تمام آینده های تو را تصمیمات امروزت میسازه. بخواهی تا به شما داده شود. ask and you shall receive. این سخن عیسی مسیح است. بخواهی تا به شما داده شود. لذا دلم میخواد از این امشب که نرو شب خونه بگو آره حرفای قشنگی میزد دکتر آزمندیان، حالا بریم میریم حالا خدا چی میخواد؟ خدا هیچ چی نمیخواد. خاطرت جمع باشه. تو باید بخواهی. تو باید بخواهی. اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. لذا ای نسخه نامه الهی که تویی، ای نسخه نامه الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست. از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. آری تا تصمیم اتخاذ نشود تغییر در زندگی رخ نمیده. من از همه شما امشب یک تصمیم میخوام. خرجم نداره، به خدا پولی ازت نمیخوام. فقط بنشین حرفای منو باور کن. منم راه رفتی خودم میگم، نرفتم فقط کتاب بخونم یا به تو بگم. راه رفتی خودم، مثل حضور خدا در جهان هستی ایمان دارم که همین جوری قانونش. ask and you shall receive. بخواهید تا به شما داده شود. تو یه آدمی نباید باشی که تو زندگی هدف نداری. آقا چی میخوای؟ نمیدونم. کجا میخوای بری؟ نمیدونم. فردا چیه؟ نمیدونم. آینده چی؟ نمیدونم. خیلی بده. خیلی بده. و میخوام بگم که سرنوشت تمام انسان‌های فقیر تاجیکستان و ایران همین جوریه. خیلی هاشون نمیدونن چی میخوان. گم شدن تو دیار زندگی. خیلی بده. ولی تو امروز اومدی در این کلاس آگاهی ها آگاه بشی که زندگی یه جور دیگه است، خلق ثروت ها و دستاوردها یه جور دیگه است، قانونمندی ها یه جور دیگه است. نمیتوانی نخواهی و چیزی در دنیای تو بیاد، امکان نداره. ولی تو میتوانی هر آنچه را در زندگی دلت بخواد بخواهی و سفارش به کائنات خدا بدی و بعد از فردا میبینی چه اتفاقاتی تو زندگیت میفته. یه نفر بیاد بهت وام میده، یه نفر بیاد راهنمایی میکنه، یه نفر بیاد کتاب میده، یه نفر تو رو به سمینار دعوت میکنه، یه نفر میاد با شریک میشه که خدا اینا کجا بودن تا حالا؟ و خدا میگه که اینا بودن در کائنات من، تو نبودی. تو اصلا فکر نمی کردی، تو اصلا تصمیم نگرفته بودی، تو اصلا خواسته ای نداشتی. چه انتظاری داری از من خدا؟ ولی آنجا که فکر میکنی، آنجا که تصمیم میگیری، آنجا که آموزش میبینی، آنجا که خودت تغییر میدی، به یه آدم دیگه ای تبدیل میشی. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ما تمام جهان هستی رو در اختیار تو و به تسخیر تو در آوردیم. اینجاست که همه زندگی تو از فردا شروع میشه. آدما میان، پروژه ها میان، وام ها میان، میدونی راهنماها میان، معلم ها میان، همه چیز در دنیا تو تغییر میده و تو میبری. می خدا اینا کجا بودن؟ چرا قبلا نبودن؟ و این جواب خداست. میدونی باید بشوی تا بشود، باید بخواهی تا اتفاق افتد، بعد درخواست کنی تا ما به تو بدیم. این قانونه. خداوند به شما هیچی نمیده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ انسان رو در تاجیکستان تغییر نمیده مگر او بخواهد، مگر او بیاید، مگر او تغییر کند، مگر او آموزش ببیند، مگر طلب کند. که من طلبه وجده. انسانی که میجوید مییابد. لذا دوست دارم به همتون بشارت بدم از جانب خدا به شما که امروز در دنیا شما یک نقطه عطف در زندگی شما، یک تولد دوباره است. مفهوم تولد دوباره و نقطه عطف اینه
که آینده شما یعنی از فردا به بعد کاملا متفاوت از گذشته شما خواهد بود و این انتظار رو داشته باش. میدونی یک اصلی است در تکنولوژی فکر به نام The Principle of Expectancy، اصل انتظار و این اصل میگوید که به شما انسان ها تو زندگی چیزی میرسه که منتظرش هستی، درخواست کردی براش، خواسته ای، سفارش دادی، در مقابل آدمی که هیچی نمیخواد، هیچ سفارش هم نمیده، هر روز زندگیش مثل همدیگه است، هر روز حالش بده، هر روز افسرده است، هر روز غمگینه، هر روز فقیره، هر روز بدبخته، هیچ اتفاقی هم تو زندگیش نمیفته. میدونی علتی من خودم رو مثال میزنم، به خدا قسم حرفایی که دارم میزنم تمام رو مثل حضور خدا در جهان هستی ایمان دارم، بهش باور دارم. همین جوری خودم هم همین جوری یاد گرفتم از دانشمندان مختلف امریکایی، خودم یاد گرفتم اینجوری شدم، خودم این راه رو رفتم. میدونی یه زمانی من ازدواج کرده بودم با اینکه مهندس بودم. کسایی که شما دانشگاه صنعتی شریف تو ایران بشناسید میدونید بهترین دانشگاه صنعتی ایرانه، وارد شدن به این دانشگاه خیلی سخته. من تو این دانشگاه درس خوندم، فارغ التحصیل شدم، مهندس مکانیک شدم. همسرم هم از یکی از بهترین دانشگاه ایران، دانشگاه شهید بهشتی، اونم از اون فارغ التحصیل شده بود. ما دو تا فارغ التحصیل دو تا دانشگاه ارزشمند کشور، یه موتور کهنه هوندا خریده بودم، کارمند بودم، قرازه. یه موتور کهنه هوندا خریده بودم، زن و بچه‌مو با این موتور این ور اون میرفتم. خدا میدونه به خدا خجالت میکشیدم همیشه از اطرافیان خودم که من مهندس فارغ التحصیل از این دانشگاه بزرگ چگونه واقعا رو موتور سوار شدم، نه حتی موتور کهنه نمیتونستم به موتور نو بخرم. باور میکنید اینجوری داشت زندگی من سپری میشد. قرار بود 30 سال اینجوری برم بازنشسته بشم بمیرم. این سناریوی زندگی من بود. ولی یک روزی مثل امروز، در یک از روزهای زمستانی که تمام زندگی من پر از واقعا زمستانی بود تو زندگیم، یک روزی اتفاقی افتاد. من به سمینار نرفتم ولی مثل شما، ولی یک کتابی از امریکا برام آورده بودن. این کتاب خوندم، از خواب بیدار شدم و باور کردم که من میتونم یه جور دیگه هم زندگی کنم. من محکوم به چندرغاز اداره نیستم، محکوم نیستم زن و بچه 1 ساله رو پشت موتور سوارشون کنم این برابر بریم تو این سرمای زمستون لیز بخوریم، یه وقت این بارون برف فاطمه بچه 1 سالم بیفته بمیره، ما حاصل همین زندگیم. به خدا این بود. خیلی فقر بده. من میدونی درد فقری کشیدم که مپرس. خیلی فقر بده و ثروت خیلی نعمت خوب خداونده، خیلی خوبه و من هر دو بعدش امتحان کردم. بر همین با دنیا از عشق و احساس به شما سفارش میکنم، تو رو خدا بیا راه متفاوتی تو زندگی برو. تو رو خدا مثل گذشته ها زندگی نکن. تو رو خدا بخواه تا به تو داده شود. ask and you shall receive. این سخن پیامبر بزرگ خداست، حضرت مسیح، عیسی مسیح میگوید بخواهید تا به شما داده شود و انتظار داشته باشی که اتفاقات بزرگ تو زندگیتون بیفته. بابا کاری نداره، چیزی ازت نخواستم، فقط خواستت بنویس و به خدا و همه کائنات بگو، به جهان هستی بگو من اینا رو میخوام. به خدا تا به یه آدم دیگه ای تبدیل میشی و یه اتفاقات دیگه ای تو زندگیت میفته. باور نمی کنی. اطرافیان از تعجب شاخ در میارن، میگن تو که اینجوری نبودی. میدونی لذا دوست دارم که واقعا زندگی من الگو قرار بدین برای خودتون. میگه اگر یه کارمند قرازه یه سازمانی تونست با یک کتاب خونده، بدون کتاب در یک روز، امروز 18 ژانویه است، مثلا یک روزی در 18 ژانویه یک کتاب این گونه سرنوشت یک انسان رو عوض کرد که از یک کارمند موتورسوار تبدیل بشه به یک شخصیتی که میلیاردها نفر از مردمان دنیا کتابش رو، حتی 1,300,000,000 نفر از مردمان چین این کتاب میتونن به زبان چینی بخونن. کجا چه قانونی وجود داره تو این دنیا؟ چیه رمز راز زندگی تو این دنیا برای مردم؟ چرا مردمان نشستن خیال میکنن محکوم به سرنوشتن؟ چرا مردم فکر کنن که خدا خواسته من چه خاکی به سرم کنم؟ کی گفته؟ تو هر جوری بخوای میتونی زندگی کنی، هر آینده بخوای میتونی بسازی، ممتا راهش درست برو. و تمام این راه فقط از یک خواستن شروع میشه، از یک تصمیم شروع میشه، از یک نقطه عطف، از یک تولد دوباره.
که فریاد بزنه به کائنات خدا بگی من دیگه نمیخوام مثل گذشته‌ام زندگی کنم. همین. و تمام جهان هستی به تو کمک می‌کنه که اتفاقات خوبی تو زندگیت بیفته. این بیاد اون بیاد اون بیاد اون بیاد، یه روز آزمندیان بیاد، یه روز یک معلمی بیاد، یه روز یک شریک برات بیاد، یه روز یه وامی به تو داده میشه، همه زندگیت اصلا کن فیکون میشه. علت اینکه با فریاد و عشق و احساس دارم به شما این موضوع رو میگم، برای که من میدونم دارم چی میگم، برای که شما باور نمیکنید. میگی خب همین زندگی دیگه، من دیگه چیکار کنم؟ من کارمندم، من هم کارمند بودم. هیچ بهانه‌ای نیار برای خودت. من از تو خواهش میکنم هیچ بهانه‌ای نیار. واقعا دلم میخواد بعدها من خیلی دعا کنی. و بعد یه چیزی بگم، میخوای از آیندهتون نشونتون بدم. خیلی از شما بعدها یه روزی وقتی که تحول تو زندگی ایجاد شد، بعدن یه روزی هر کی میرسه میگه تمام زندگی من یک روزی از یک سمینار شروع شد. یک سمینار، یک آگاهی، یک هوشیاری، یک بیداری که از خواب غفلت بیدار شدم و باور کردم که آری من به گونه بهتر هم میتوانم زندگی کنم. چرا غمگین؟ چرا افسرده؟ چرا خسته؟ چرا ناامید؟ چرا در جنگ و اختلاف و دعوا مشاجره؟ چرا؟ خانه کانونی از عشق مهربانی میتونی بسازی، قشنگترین رابطه ها رو میتونی برقرار کنی، بهترین انسان ها رو میتونی جذب دنیا خودت کنی، از شر اردک ها میتونی نجات پیدا کنی و عقاب ها رو به زندگی دعوت کنی، تحول بزرگی تو زندگیت میتونی ایجاد کنی. به خدا راست میگم همینه. فقط به یک چیز بستگی دارد، اینکه امشب بتوانی جواب فرشته خدا رو بدی. برای که من تخصص منو میفهم دارم چی میگم. همه چیز از این نقطه شروع میشه. میدونی چی میخوای؟ یا نه هرچی خدا بخواد. خدا هم هیچی نمیخواد، مطمئن باش. خدا هیچی نمیخواد. خداوند ابتدا به ساکن برای شما هیچی نمیخواد. خدا برای شما چیزی میخواد که تو بخواهی. العبد یدبر والله یقدر. انسان ها تدبیر میکنند، تصمیم میگیرند و تدبیر میکنند و خدا تقدیر میکند. میدونی؟ و خدا تقدیر میکند. اگر باورت اینه که حالا هرچی خدا بخواد خدا باید تقدیر کنه، بله، ولی خدا ابتدا به ساکن هیچ تقدیری نمیکند. برای که قانون زندگی قانون تقدیر نیست. قانون زندگی قانون تغییر هست. تغییر. آنجا که تو تغییر میکنی خداوند برات تقدیر میکند. آنجا که تو اراده میکنی چی بخوای خداوند برات درست میکنه. لذا احساس کن تو زندگی تنها نیستی. میشه خواهش کنم؟ تو زندگی تنها نیستی. لذا به معجزات باور داشته باش در دنیای خودت، که فقط معجزات رو پیامبران خلق نمیکنن. معجزاتی میتونن انسان‌هایی خلق کنن که از یک رو در یک سمایشی، با یک کتابی، با یک کلاسی، با یک آگاهی قانونمندی‌های جهان هستی رو یاد میگیرن و در اون راستا طلب میکنن. اولین قدم در وادی کمال و عرفان وادی طلب است. من طلب وجد، انسانی که میجوید مییابد. ضمن اینکه طلب‌های شما، خواسته‌های شما به عنوان هدف‌های زندگی به شما انگیزه میده. انگیزه در شما تلاش ایجاد میکنه. تلاش ها به حاصل می نشیند که لیس للانسان الا ما سعی. دستاوردها و تلاش به دست میاد. ولی تلاش کی؟ تلاش یک اردک یا تلاش یک عقاب مثل تو؟ تلاش یک پیرو یا تلاش یک رهبر و لیدر مثل تو؟ یک انسان قدرتمند و توانمندی که عاشق فردای قشنگشه، عاشق ثروت‌های حلال، عاشق ارتباطات عاشقانه است، عاشق یک ازدواج موفقه. آره بخواهید تا به شما داده شود. چرا نشستی بی تفاوت؟ ببینیم حالا خدا چی میخواد، ببینیم حالا تا کی به انتظار قیامت توان نشست؟ تا کی به انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا 1000 قیامت بپا کنیم. آری تا تصمیمی اتخاذ نشود تغییری در زندگی و کسب و کار شما ایجاد نمی شود. لذا عزیزان دل من، ای مردمان خوب تاجیکستان، ای مردمانی که از شهری که واقعا من از دیدن این شهر امروز واقعا خدا میدونه لذت بردم. گفتم چه شهر آرامی، چقدر در این شهر امنیت و آرامش وجود داره، چقدر شما خوبین. ان شاءالله همیشه حالتون خیلی خوب باشه و از زندگیتون لذت ببرید. برای که شما نیامدید تو این دنیا در غم و رنج فقر زندگی کنید. اومدید از این مواهب خدا تو این دنیا استفاده کنید و لذت ببرید و زندگی کنید.
سعی کنید از زندگیتون لذت ببرید. سعی کنید که واقعا میدونی برای آیندت برنامه داشته باشی. میدونی خیلی جالبه، گوش کنید. برنامه ریزی تو انگلیسی میگن planning. بعد امریکایی ضرب مثل دارن میگن if you fail to plan you plan to fail. میگن اگر برای آیندهاتون برنامه‌ریزی و هدف نداشته باشید انگار نشستی شکست آیندهات داری برنامه‌ریزی میکنی. دوباره بخونم این جمله رو، خیلی جالبه. اونا که انگلیسیشون خوبه میدونن این جمله خیلی جمله قشنگه. میگن if you fail to plan you plan to fail. اگر برای آیندهاتون برنامه‌ریزی نداشته باشید انگار نشستی شکست آیندهات طراحی برنامه‌ریزی میکنی. همه چیز برای زندگی شما بستگی به خواستن‌های شما داره. تقاضای شما است یعنی شل رسید. بخواهید تا به شما داده شود. اگر نداری چون نخواسته ای. هر چیزی که در زندگی نداری چون نخواسته ای، نه اینکه خدا بهت نداده، خدا آماده بوده بهت بده، تو نخواستی. تو تقاضا نکردی، چون بها نپرداختی، تو تلاش نکردی، تو انگیزه نداشتی، تو ارتباط برقرار نکردی که ارتباطات کلید طلایی موفقیت که انسان در زندگی تو نکردی، تو اقدام نکردی. میدونی تو همینطوری نشستی میبینی خدا چی میخواد؟ سر کاری خدا چیزی نمیخواد. بنده خدا برای شما اون چیزی میخواد که تو طلب کنی، تو بخوای. برای همین امشب به شما گفتم جواب فرشته خدا رو بده. امشب مهمه تو زندگی شما. امشب شب قدره، مهمه که مقدر کنی که چی میخوای. برای که العبد یدبر والله یقدر. انسان ها تدبیر میکنند و خدا تقدیر میکند. تو باید همیشه تو شروع میشه. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. خب تشکر میگم. امیدوارم که بسیار جالب بود و قسمت دیگر هست و قسمت جالب دیگر داریم. و اولتر از همه من سپاس میگم برای مرکز خیرات و همه سرپرست کل شهر کن، سرپرستان دیگر که این واقعا محفل بسیار زیبا را برگزار کردند. سپاسنامه به شرکت موبیل ایتیسل، سرپرست کل این جمعیت برای سهمی ارزنده، همکاری ثمرانok، سرپرستی برگزاری بیزنس ترینینگ فرمولای نوی رشد بیزنس و شخصیت و مساعدت جهت رشد صاحبکاری، گسترش دانش‌های کسبی و بالوروی‌های سطح معرفت تجارتی. از نام مرکز خیرات برای شرکت تیسل مرحمت. برای کوینات نو مرحمت. سپاسنامه دیگر برای شرکت اوریو و بانکی هومو. سپاسنامه دیگر با شرکت ملی سیوما مرحمت سیوما و سپاسنامه دیگر برای شبکه سوپرمارکت های یوور. سپاسنامه دیگر برای جمعیت اثر لیزینگ. سپاسنامه دیگر برای شرکت فارماسیوتی بیلیندا. خب سپاسنامه دیگر برای شرکت فارماسیوتی دوستی فارما. من سایمون ایسور سپاس میکنم برای همه آنها که این شورابینی را برگزار کردن و تشکر میگم برای عبدالجلیل از مرکز خیرات. خب قسمت دیگر است و من خواهش میکنم که بچه‌های دیگر هم وارد شوند و من بازم دعوت میکنم از استاد از پروفسور علیزاده بازمندیان که دوامی آن صحبت شوق‌آور را انجام بدین، البته با یک کفکوبی صمیمانه شما. خواهش میکنم. مرحمت. بر شما. ماشاءالله. در واقع عنوان بحث امروز ما اینه که چه فرقی است بین یک شخصیت ها که تو زندگی موفقن و کسانی که واقعا ناکامند. و برای شما این گونه گفتم که همه چیز از خواستن شما شروع میشه. یعنی باید بخواهید تا به شما داده شود. برای همین عرض کردم که مثلا اگر هر کدوم از شما بهتون واقعا توصیه میکنم یه دفترچه 100 برگی بخرید و واقعا قرارتون این باشه که تو این دفتر زندگی کنید.
یعنی همه رو تو این دفتر بنویسید. اول از خواسته هاتون شروع کنید. چی میخواین تو زندگی؟ میدونید عزیزان دل من، یه کلمه میخوام براتون بگم به نام خودآگاهی. خودآگاهی. آگاه باشید دارید چی کار میکنید. دیمی زندگی نکنید، علمی زندگی کنید. خب بدونید تو این دنیای خودتون چی میخواین، بدونید که کجا دارید میرید، بدونید چه آینده منتظرتونه. این خیلی مهمه. انسان‌های موفق همیشه کسانی بودن که میدونستن تو زندگی چی میخوان. به همین دلیل میگم که بگید به زمین فرشته خدا که آقا من تو زندگی چی میخوام، من چه فردایی باید منتظر من باشه، چه شخصیتی من باید از خودم بسازم و در دنیای بیرون چی کار باید بکنم. حالا بحثی که دوست داریم به هم دیگه ادامه بدیم اینه که چگونه مثلا شما میتونید که انسان ثروتمند بشید. اولا کلمه ثروت در بحث‌های ما فقط پول نیست. همه چیز ثروته، آرامش ثروته، سلامتی ثروته، حتی معنویت ثروته، عشق ثروته و پول هم ثروته، اتومبیل هم ثروته، خانه خوب هم ثروته. لذا وقتی من میگم چگونه انسان ثروتمندی بشیم، در واقع همه اینا رو شما میتونید به هم بخواید، میدونی. ولی انسان میتونه به خصوص برای پول، من خیلی تاکید دارم، نه که خودم آدم خیلی فقیری بودم تو زندگی و خیلی اذیت شدم و بعد انسان ثروتمندی شدم و خیلی راحت دارم زندگی میکنم. لذا میخوام به شما بگم که با تفاوت اینا کسی نبوده چون از آسمون بیاد به من پول بده، اینجوری نبوده. در واقع خودم خواستم، به لطف خداوند خودم تلاش کردم، خودم ارتباط آموزش دیدم، کتاب‌ها خوندم، سمینارها مثل شما رفتم و شاید باورتون نشه من در 12 سالی که در امریکا بودم صدها هزار دلار خرج کردم و از این برای امریکا به اون برای امریکا ببینم استادا معلم‌ها چی میگن. مثل شما تو سمینارها شرکت کردم، برای همین خیلی خوشحالم شما رو میبینم و یقین دارم که شما راه درست زندگی دارید میرید و میدونید که بعد آموزش ببینید، بعد یاد بگیرید تا بتونید به انسان ثروتمندی تبدیل بشید. یه نکته دیگه که من توی صحبتام تاکید کردم که نگاه به شرایط الانت نکن باشه. نگاه به شرایط الانت نکن باشه. منم یه زمانی واقعا هیچ چیز نداشتم، حالم خوب نبود، واقعا فقیر بودم، خجالت زن و بچه‌ام می‌کشیدم، میدونی. عیبی نداره، مهم اینه که کجا می‌خوای برید، چه آینده‌ای می‌خوای داشته باشی و اگر برای این آیندت برنامه‌ریزی بکنی و طراحی کنی قطعاً میتونی خلق کنی. همه کائنات و هستی هم کمکت میکنه که انشالله بتونی آنچه رو که میخوای در دنیای خودت داشته باشی. من به همین دلیل گفتم که همه چیز در دنیای شما از خواستن شروع میشه. ببخشید. لذا بخواهید تا به شما داده شود. این جمله رو هیچ وقت فراموش نکن. و واقعا دوست دارم که این یه دفترچه بخرید، بعد خیلی لذت میبری، بعد من دعا میکنی. برای اینکه وقتی دفترچه رو میخری، بعد تو دفترچه می‌نویسی من چیا میخوام و بعد هر روز میای اینا رو نگاه میکنی، هدفات دوباره تکرار میکنی و بعد اینکه چی هر روز یاد گرفتی، هر روز چقدر تو زندگی تغییر ایجاد شد، همه رو بنویس مثل دفتر خاطرات. جریان زندگی تو این دفتر ثبت کن. جریان زندگی تو این دفتر ثبت کن، بعد خودت لذت میبری. بعدها در آینده این دفتر میخونی خدایا کی بودم حالا کی شدم، چی داشتم حالا چی دارم. چقدر شما خوب دقت میکنید. مرسی. لذا نگاه، همتون بگید نگاه به آینده. بگید دیگه، بگید نگاه به آینده. بگو نگاه به آینده. آفرین. نگاه به آینده، داشتن یک رویای بزرگ و هدفهای بزرگ ذهن شما رو فعال میکنه. میدونید برای که در گذشته هیچ خبری نیست، تموم شد، ولش کن. آدما که نشستن حسرت گذشته ها رو میخورن، چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، به چه درد میخوره؟ گذشته هیچ وقت قابل تغییر نیست، ولی آینده چی؟ آینده قابل ساختنه. لذا گذشته هزینه‌ای بود که کردی تموم شد، پولی بودی که از جیبت رفت، ولی آینده سرمایه شماست. هر جور بخوای میتونی آینده رو طراحی کنی و خلق کنی. و عشق بزرگترین قدرت در درخشش به زندگی شما. سعی کنید که آدم عاشقی باشید. میدونید منظورم فقط عشق دختر به پسر نیست، واقعا عشق به خودت، عشق به زندگیت، عشق به آیندهت، عشق به اون چیزی که داری ازش لذت ببری، عشق به سلامتی بدنت. آدم عاشقی باش که خلاصه بتونی با عشق ایزه پیدا کنی که بهتر زندگی کنی. یه جمله خیلی قشنگه میگن do what you love and love what you do. کاری که میکنی عاشقش باش و همیشه تو زندگی اون کاری بکن که واقعا عاشقانه دوستش داری. کاری که دوستش نداری انجام نده، موفق نمیشی. مثلا عرض میکنم حتما یکی از سوالات شما اینه که من چه شغلی داشته باشم که از اون شغل، چون همیشه شغل انسان
کانال رزق خداونده. خداوند از اون کانال شغل به شما پول میده. لذا خیلی مهمه تو زندگی چه شغلی انتخاب کردی برای خودت. لذا میگن آدما با شغلشون شناخته میشن. نمیدونم ما تو ایران این رسمو داریم، شما نمیدونم در تاجیکستان اینجوریه. وقتی مثلا یه پسر میره خواستگاری برای دختری، اولین سوالی که میکنن اینه که پسر چیکاره است، دوماد چیکاره است. میدونی خیلی مهمه، برای که میدونن که همه که بگن مثلا نه تنها شغل آدم میزان درآمد میتونه نشون بده، شخصیت هم میتونه نشون بده، مگه نه؟ مثلا یه نفر که رفتگر شهرداریه، آشغال رو هر روز جمع میکنه میبره، شغلش اینه، درسته، اشکال نداره، اونم یه شغل محترمی است. ولی بالاخره کسی که شغلش رفتگریه تو خیابونه، معلومه بنده خدا سوادی نداره، شخصیتی آنچنان نداره، بالاخره عقب افتاده است جامعه. ولی وقتی مثلا میگن فلانی مهندس شرکت نفته، مهندس فلان سازمانه، یا کارآفرینه، یا مثلا کاسب، تاجره، از شغل شما تقریبا شخصیتش هم میتونی بفهمی که چه جور شخصیتی داره. لذا توصیه عاشقانه که به همتون میکنم اینه که برای شغلتون خیلی احترام و ارزش قائل باشید و همیشه تو زندگی اون شغلی رو انتخاب کنید که واقعا دوستش داشته باشی، عاشقش بشی. برای که اگر اون شغلی که داری دوستش نداشته باشی، هیچ وقت نمیتونی تو شغل موفق بشی. ولی اگر واقعا عاشق شغلت باشی، قطعا میتونی موفق بشی و قطعا میتونی پولای خوبی در بیاری. البته من میدونم بعضی از شما ممکن در اداره میرید، در یک سازمانی کار میکنید، حقوقتون ثابته. ولی من نظر استراتژیم اینه که یعنی چی شد که واقعا من پولدار شدم تونستم برم امریکا. در کنار کار اداره که کار میکردم، در کنارش هم کارآفرینی میکردم و پول در میآوردم. لذا میخوام به شما توصیه کنم که یه وقتایی نمیدونی، میگی خب اینه دیگه شغل من، اینقدر در ماه حقوق میگیرم، اوکی، ماهی $3000 دارم حقوق میگیرم، اوکی. ولی میدونی در کنار این شغلت میتونی کارهای دیگه هم بکنی؟ میدونی اینو؟ به همینقدر که بهش فکر میکنی خود به خود اتفاقاتی میفته که میتونی در کنار کار اداره خودت یا شرکتی که داری کار میکنی میتونی کارهای دیگه هم بکنی و پول بیشتری در بیاری. لذا به همتون توصیه میکنم بخواهید که خداوند پول بیشتری، روزی بیشتری به شما بده، درست میشه این کار. گفتم وقتی یه سری میخوای تو این جهان هستی، یه کسایی پیش میان، یه پیشنهادایی بهت میکنن، اصلا باورت نمیشه و بعد از یه مدتی میبینی که نه، واقعا حقوق ثابت نداری، خیلی پولای بیشتری در آوردی که میتونی واقعا بهتر زندگی کنی، میتونی اتومبیلی که دلت میخواد بخری، میتونی نه ازدواجی که دلت میخواد بکنی و خیلی اتفاقات خوب میتونه تو زندگی شما بیفته. بنابراین نگاه کنید تو زندگی چی میخواین و چه شغلی داری. باز من میگم من در بحث موفقیت به شغل خیلی اهمیت میدم. تو به من بگو چی کاری، من همه چیز در دنیات میتونم بگم، میتونم بگم چه آینده خواهی داشت. لذا این جمله رو هیچ وقت یادتون نره. بگم این جمله اینه: انسان‌ها با شغلشون شناخته میشن. شغل شما بخش از هویت شماست، بخش از آیدنتیتی شماست، بخش از شخصیت شماست. لذا سعی کنید که تو زندگی، چون انتخاب شغل یک انتخاب دیگه، نه هر کسی میتونه یک انتخابی داشته باشه. ولی به شما توصیه میکنم اگر واقعا دلت میخواد در زندگی فرد بسیار موفقی باشی، مراقب باش یک شغل خوب تو زندگی داشته باشی. اگر واقعا از شغلت که الان هستی راضی نیستی و اذیت میشی، شغلت عوض کن، یه کار دیگه، یه شغلی که بتونی عاشق اون شغل باشی و شغلی باشی که هرچی بیشتر تلاش میکنی بیشتر بتونی پول در بیاری. نه که فرقی نکنه هر چقدر بالاخره فقط یک ماه بگذره تا یه پولی بگیری. من اینجور شغلا رو دوست ندارم. نمیگم از اون کار بیا بیرون، نه حتما باشه اون کاره. شاید برات جالب باشه، اون زمانی که من اون کتابو خوندم تا بعد تونستم برم امریکا، با پول خودم برم امریکا با زن و بچه، 6 سال طول کشید. خب نه ببخشید 2 سال طول کشید. ولی تو اون 2 سال هرگز از اداره نیومدم بیرون، همون کار اداره‌مو داشتم. تمام پولایی که در آوردم بعد از ظهر تا شب بود. هر کاری می‌کردم، کارآفرینی می‌کردم، حالا نمی‌خوام برای شما بگم چی کار می‌کردم، ولی پول حلال عالی در آوردم به گونه‌ای که بتونم باش برم امریکا با زن و بچه، دلار بخرم برم امریکا. می‌خوام به شما بگم که یه نکته دوست دارم، یه جرقه امروز ذهن همه شما زده بشه، یک جرقه تو ذهنت، و اون جرقه این باشد که آیا تو محکوم به همین زندگی هستی؟ همین پول هستی؟ همین شغل هستی؟ کار دیگه نمی‌تونی بکنی؟ تو زندگی نمیتونی تغییر ایجاد کنی، نمیتونی تفاوت ایجاد کنی، نمیتونی یک رشته یه مقطع تحصیلی بری بالاتر مثلا. چرا؟ انسان‌ها آزادن، هر کاری بخواد میتونی بکنی، هر راهی که بخوای میتونی بری، هر آینده‌ای که بخوای میتونی برای خودت خلق کنی، به شرط اینکه تصمیم بگیری.
برای همین عرض کردم تا تصمیمی اتخاذ نشود تغییری در زندگی رخ نمیده. تغییر در شغلت رخ نمیده، تغییر در پولت رخ نمیده، تغییر در درآمدت رخ نمیده. برای میخوام به شما بگم که امروز فقط برو فکر کن، تو خونه باشه بگو این آقا چی گفت امروز، این دکتر آزمندیان امروز به من چی گفت، من چه انتخاب‌هایی تو زندگی دارم، من چه آینده‌ای میتونم خلق کنم، آیا میتونم متفاوت زندگی کنم، آیا میتونم به گونه بهتر زندگی کنم. آره میتونی به گونه بهتر زندگی کنی، به شرطی که تصمیم بگیری، به شرطی که اراده کنی، به شرطی که برنامه‌ریزی کنی، به شرطی که آیندهت متفاوت از گذشته خلق بخوای بکنی. همینه. بنابراین حالا بیایم راجع به توسعه شخصیت با هم صحبت کنیم و بعد بگیم که چگونه میتونه اتفاق بیفته در دنیای شما که شما با آموزش‌هایی که می‌بینید یک شخصیت بهتری بسازید و این شخصیت بهتر میتونه در دنیای بیرون زندگی بهتری خلق کنه. فرمولش همینه. شخصیت‌های بهتر میتونن زندگی بهتری خلق کنن. انسان‌های توانمند میتونن زندگی بهتری خلق کنن. بنابراین همه شما به عنوان نخبگان تاجیکستان که امروز اینجا اومدید بعد بدونید که هر کدومتون به عنوان لیدر و به عنوان رهبر یک زندگی، رهبر یک آینده، رهبر یک خانواده میتونید واقعا آینده بهتری خلق کنید. اگر این موضوع رو کاملا بفهمی خیلی اتفاقات خوب تو زندگیت میفته که بدانی که تو محکوم به این نوع زندگی نیستی. نمیگم زندگیت بده، خیلی هم عالیه، ولی میتونی بهتر زندگی کنی. من زندگیم بد نبود، فقط یک کارمند ساده اداره بودم، ولی من امروز یک کارآفرینم، یک ثروت آفرینم. فرق میکنه. میدونی مثلا عرض میکنم من وقتی که همین الان نگاه میکنم به همون کسایی که همکارا که تو اداره با هم کار میکردیم، من خبرنگار بودم، خبرنگار جنگ و این برابر 8 سالم تو میدانهای جنگ خبرنگار جبهه‌های جنگ بودم. همه کار افرادم شهید شدن، من موندم. ولی وقتی به خبرنگاران همکارم من الان نگاه میکنم میبینم اونا کارمندی بودن بعدم بازنشسته شدن رفتن. میدونی رفتن. همین الان دارن یک شغل بازنشستگی میگن و خیلی زندگی سختی الان دارن چون خیلی هزینه ها بالاست و خیلی درآمد کمه. درآمد بازنشستگی خیلی فایده نداره، کافی نیست. و من احساس کنم واقعا این همکارای من الان دارن زرج میکشن تو زندگی، ولی من بسیار ثروتمندم به خاطری که همون روزا که اونا داشتن کارا رو میکردن من یک تصمیم گرفتم که در کنار کار اداره یک کار دیگه هم بکنم و چون تونستم یک کار دیگه بکنم و درآمد بیشتری درآوردم تونستم باش با زن و بچه برم امریکا و 12 سال در امریکا درس بخونم، شهریه دانشگاه بدم. همه اتفاقات افتاد فقط به خاطر تصمیم یک روز تصمیم گرفتم تو اداره که به پول اداره اکتفا نکنم، در کنارش کار کنم، پول در بیارم، بتونم آرزوهامو برسم. مثلا من بزرگترین آرزوم تو زندگیم بود که ادامه تحصیل بدم تا مقطع فوق دکترا. دقیقاً آرزوم عملی شد و خدا هم کمک کرد، جهان هستی به من کمک کرد و تونستم این کارو بکنم. برای همین به شما فریاد میزنم و میگم تو رو خدا فکر نکن محکوم به این زندگی هستی. زندگی که انشالله عالی باشه ولی میتونی عالی‌تر هم خلق کنی، میتونی به تمام آرزوات تو زندگی برسی. چی دلت میخواد تو زندگی؟ دوست داری بهتر زندگی کنی؟ دوست داری یه ماشین قشنگتری داشته باشی؟ دوست داری در خانه بهتری زندگی کنی؟ آره همه اینا ممکنه اگر تو تغییر کنی، اگر تو تصمیم بگیری، اگر تو بخوای که مثل گذشته‌ات نباشی، یه جور دیگه، یه آینده دیگه. میدونی؟ و اینا همه رو میتونه در دنیا شما اتفاق افتاده. اگر واقعا بخوای به نصیحت من به عنوان پدر واقعا گوش کنی که خیلی هم تجربه دارم، اینه که راه نجات برای رسیدن به یک زندگی خوب آموزش و یاد گرفتن بیشتره. لذا برای خودتون هر روز حداقل روزی 1 ساعت برای خودتون بذارید فقط مطالعه کنید، پادکست گوش کنید، نمیدونم بحث‌های انگیزشی گوش کنید، یه خورده حالتون خوب کنید برای حرکت کردن، برای رشد کردن، برای تغییر کردن، برای بهتر شدن خودتون. برای که وقتی میدونید برای که یک زندگی بهتر را یک انسان بهتر میسازه، یک زندگی بهتر رو یک شخصیت بهتر میسازه و همیشه شخصیت ها زاده نمیشوند، شخصیت ها با آموزش ها ساخته میشن. لذا تو نمیتوانی یک زندگی بهتری بخوای مگر اینکه از خودت یک انسان بهتری بسازی، یک ورژن بهتری بسازی و به محض شخصیت تو تغییر میکند جهان هستی با تو یه جور دیگه عمل میکنه و تو واقعا میتونی به تمام آرزوات برسی. لذا تمام سفارش امروز من اینه که بنشینید و بنویسید چی میخواین تو زندگی. به خدا تو نمیدونی که چه حکمتی است در نوشتن، چه رازی است در نوشتن هدفها،
که وقتی اهداف و برنامه‌ات می‌نویسی به تو این انگیزه بهت میده که اوکی پس بنابراین میشه من میتونم پس یه جور دیگه هم زندگی کنم، میتونم درآمد بیشتر داشته باشم، میتونم ارتباط قشنگ داشته باشم، میتونم یه ازدواج قشنگ داشته باشم. آره. و به محضی که مینویسی همین هدف به تو آنچنان انگیزه میده که اولا فردا صبح حالت خیلی خوبه و نگاه نمی‌کنی به شرایط الانت، میگه اب نداره، این نیز بگذرد، من فردای بهتری میسازم و به عشق فرداهای قشنگت امروز خیلی خوب زندگی میکنی. اتفاقا فردا هم خوب زندگی میکنی، چون باز دوباره فردا به عشق فرداهای قشنگت بهتر زندگی میکنی، پس فردا هم قشنگتر زندگی میکنی، چون به عشق فرداهای قشنگت، به عشق آینده‌های قشنگت، پس فردا هم خوب زندگی میکنی و به این ترتیب تمام روزهای زندگیت خوب طی میشه، رشد میکنی، پیشرفت میکنی، حالت همیشه بهتر میشه، حالت همیشه عالی میشه و میتونی زندگی بهتری خلق کنی. و همه اینا که میگم تئوری نیست، همه رو عمل کردم، همه رو اجرا کردم، دارم میدونم به چی دارم چی میگم. بنابراین واقعا بر خودت وقت صرف کن که مرتب آموزش ببینی، کتاب بخونی، یاد بگیری و باور کنی که آری بگونه بهتر هم میتوان زیست، بهتر از این هم میتونی زندگی کنی اگرچه زندگیت خوب باشه، چون رشد خیلی خوبی است زندگی واقعا. لذا رسالت شما در زندگی یه جالبه، من تو امریکا با یه کشیشی برخورد کردم، دوست دارم قصه کشیش برات بگم. ما حالا من شما رو نمیدونم، ما ایرانی اینجوری فکر کنیم که مثلا فکر کنیم که آخه وقتی مردیم میریم تو قبر دیگه، نه میریم تو قبر، اونجا هم که دیگه خدا میدونه چه بلایی به سرم بخواد بیاد تو قبر، فشار قبر، این داستانا. نمیدونم شما چه این حرفو معتقدی دارم، ولی اینجوری ما تربیت شدیم. آره این کشیش امریکایی به من میگفتش که ما وقتی باورمون اینه که وقتی ما این دنیا میریم نمیریم اون زیر خاک، ما پرواز میکنیم، در واقع میریم به سمت آسمان خدا و جسممونه که فقط لباس ماست میندازیم تو قبر که بوجن نده، همین، وگرنه خودمون میریم پیش خدا. به جالب بود این کشیش میگفتش که ما معتقدیم که وقتی ما میخوایم بریم پیش خدا، از این دنیا میریم، چند تا فرشته میان ما رو در واقع مشایعت میکنن، همراهی میکنن ما رو که ببرن ما رو پیش خدا در سرای آخرت. خب بعد میگفتش که از ما تو راه که داریم میریم، تو آسمونا که داریم میریم، 3 تا سوال از ما میکنن این فرشته ها، از این آدمی که مرده میخواد بره پیش خدا. از ما 3 تا سوال میکنن. اولین سوالی که از ما میکنن اینه که did you live؟ آیا تو این دنیا زندگی کردی یا مردگی کردی؟ لذت نبردی، فقط جنگیدی و مردگی کردی. سوال دومی که میکنن اینه که did you love؟ آیا واقعا تو این دنیا عشق ورزیدی یا همش کینه، تنفر، جنگ، دشمنی، دعوا؟ و سومین سوالی که از ما میکنن که ما رو برن پیش خداوند اینه که did you matter؟ آیا فرد منشأ اثری بودی؟ آیا فردی بودی که اصلا مطرح بودی تو جامعه برای مردم؟ آیا خیرت به کسی رسید؟ آیا کمکی به انسان‌ها کردی؟ پس did you live, did you love and did you matter؟ آیا زندگی کردی یا مردگی کردی؟ آیا عشق ورزیدی یا کینه و تنفر دشمنی تو کل 70-80 سال عمرت؟ و آیا فرد منشأ اثری بودی برای دنیای انسان‌های دیگر یا نه؟ میخوام بگم که شاید نمیدونم، شاید خداوند آدم‌ها رو اینجوری و در روز قیامت میسنجه که تو زندگی چه کردی. میخوام بگم که عزیزان دل من، ای مردمان خوب تاجیکستان، شما هم با این معیار زندگی کنی که تو زندگی اولا باید تو این دنیا زندگی کنی، وگرنه باختی زندگی رو. سعی کن زندگی کنی و خوب زندگی کنی، لذت از زندگیت ببری. و دومی که عشق بورزی، با عشق خیلی کار خوب میشه کرد. اینقدر کینه و تنفر و جنگ و دشمنی با آدما نداشته باشید، مهربان باشید، آغوشتون برای دیگران باز باشه و واقعا لذت ببرید از اینکه با همه دوستید، رفیقید. و سومین معیاری که برای خودت باید داشته باشی برای یک زندگی خوب اینه که یه فرد منشأ اثری باشی، بتونی کمک کنی به انسان‌ها، بتونی انسان‌ها رو هدایت کنی، به انسان‌ها یاد بدی. این چیزی بود که برای من خیلی درس بزرگی بود. همین الان دارم من همین کار اجرا میکنم، سعی میکنم تو زندگی واقعا عاشقانه زندگی کنم و دوست دارم واقعا زندگی کنم، در هر شرایطی لذت ببرم، حتی اگر شرایط سخته، اگر شرایط واقعا جنگه، من همچنان میتونم واقعا با آرامش لذت از زندگیم ببرم، چون عمرم داره تلف میشه میره، حیفه. لذا میخوام بگم به شما واقعا با این معیار زندگیتون رو بسنجید که اولا باید واقعا تو زندگی کنی، تو این دنیا حقته و در هر شرایطی لذت خودتو بتونی ببری. البته با بهتر زندگی کردن میشه بیشتر لذت برد. و دوم این که واقعا عشق بورزی و این که واقعا منشأ اثر باشی، به انسان‌ها خدمت کنید
و هر وقت که شما به انسان‌ها خدمت میکنید جهان هستی هم به شما خدمت میکنه و دنیا شما هم خوب میشه. یکی از خیلی از دانشمندان و ثروتمندان در امریکا معتقدند که بهترین راهی که تو بتونی ثروتمند بشی اینه که بتونی به دیگران کمک کنی اونا ثروتمند بشن. میدونی میگن بهترین راهی که میتونی واقعا خودت ثروتمند بشی که کمک کنی دیگران ثروتمند بشن. یعنی آدم گدا و حسود و بخیلی نباشی. وقتی که کمک میکنی به انسان‌ها ثروتمند بشن جهان هستی به تو کمک میکنه که تو ثروتمند بشی. این قانون زندگی است. لذا سعی کنید که از تک تک لحظه های کار و زندگی خودتون لذت ببرید و بدونید که عمر آدم خیلی کوتاهه. واقعا میدونی life is too short. زندگی خیلی کوتاهه. سعی کنید واقعا از روزهای زندگی لذت ببری. بعد میدونی اگر همه قانون‌ها رو قشنگ اجرا کنی میتونی لذت ببری. حتی اگه درآمدت خیلی هم بالا نباشه ولی میتونی همچنان لذت ببری. لذا اگر به عنوان یک لیدر و رهبر میخوای به انسان‌ها ارزش بدی بعد خودت انسان ارزشمندی باشی و انسان‌ها با آموزش‌ها که میبینن میتونن انسان ارزشمندی باشن و واقعا میدونی و واقعا بتونن خودشون انسان بزرگی باشن و بتونن واقعا لذت ببرن از زندگی و به دیگران هم لذت بدن. به همتون پیشنهاد میکنم که بچه‌ها به یک شغل ثابت تن در ندید. یه کاری کنید که در کنار شغلتون یه درآمد مازادی هم داشته باشید. من نمیدونم توی سیستم شما چجوری کار میکنه ولی تو ایران خیلی همکاری میکنن. دقیقاً میدونید ادارهشون میرن کارشون میکنن ولی بعدش تا آخر شب خیلی کارا میکنن. به خصوص در دنیا امروز با بودن اینستاگرام و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی خیلی میتونید آنلاین بفروشید، خیلی آنلاین میتونید حرکت انجام بدید، میتونید بیزینس کنید و الان مثل سابق نیست که حتما یه مغازه بری بزنید سرمایه داشته باشید و بتونید کاری بکنید. اینجوری نیست. امروز انسان‌ها با اینستاگرام میدونید خیلی میتونن درآمدهای عالی در بیارن و من واقعا دلم میخواد فقط بهش فکر کنی و از خودت سوال کنی که چه راهی وجود داره که من بتونم درآمد بیشتری در بیارم. میتونی درآمد بیشتری در بیاری فقط باید بخوای. برای که ما یه وقته یه جوری پروگرام شدیم خیال میکنیم زندگیم همینه دیگه کار دیگه نمیتونم بکنم. این زندگیمه، این حقوقمه، این اداره‌م همین. دیگه کاری نمیتونم بکنم. در حالی که اینجوری نیست. همه جوره میتونی تغییر تو زندگیت ایجاد کنی اگر دنبالش باشی، اگر فکرت برسه، اگه به فکرت نرسه نه. برای همین شما که امروز اومدید اینجا دارین این آموزش‌ها رو میبینید شاید امروز تصمیمات قشنگ تو زندگیت بگیری، نمیدونم. برای همین دوست دارم که همیشه شعار تو زندگیم باشد که هر روز چیزی هست که من باید یاد بگیرم و هر روز کسی هست که من به چیزی باید یادش بدم. این زندگی رو خیلی عظمت میبخشه به زندگیت، خیلی شما رو پویا میکنه، فعال میکنه زندگی تو که هر روز که از خواب بلند میشی باید یه چیزی یاد بگیری تا شب. و سعی کن که یه چیزی یاد کسی بدی. این خیلی قشنگه. میدونی خود به خود یه انسان بزرگی میشی، خود به خود رشد میکنی، خود به خود به عظمت میرسی، خود به خود یک لیدر بسیار توانمندی میشی، خود به خود یک عقابی میشی که پروازهای عالی میکنی و میتونی دست دیگران هم بگیری و زندگی اونها رو هم قشنگ کنی. پس شعارت هر روز این باشد که هر روز چیزی هست که من باید یاد بگیرم و هر روز کسی هست که من باید بهش یاد بدم. این خیلی دنیای تو رو قشنگ میکنه. میتونید امتحان کنید. میدونید مثلا من خودم واقعا اینجوری دیگه، مثلا من وقتی که اولا رفتم 12 سال در امریکا ولی باز برگشتم که واقعا به مردمان کشورم خدمت کنم. یه واقعیته، شعارم نمیدم، واقعیته. و همین الانم در سن 72 سالگی همچنان دارم به تمام نقاط ایران و دنیا سفر میکنم و مرتب یاد هموطنانم میدم، سطح آموزش میبرم بالا، به مردمان کمک میکنم. حتی امروز توفیقی پیدا کردم که به کشور قشنگ تاجیکستان بیام و آنچه را که بالاخره تجربه زندگیم هست به شما جوانان و به شما انسان‌های خوب تاجیکستان منتقل کنم. این خیلی کار قشنگی است. میدونید چقدر قشنگه؟ آدم میگن احیا یک انسان مثل احیای امته. اگه یه نفر رو تو احیا کنی و یادش بدی و بزرگش کنی انگار که یک امت رو احیا کردی. و اون جمله هم یاد باشه که همیشه کشور توسعه یافته را انسان‌های توسعه یافته می‌سازن. همونطوری که برای شما گفتم. لذا ایده با اینکه من بسیار ثروتمندم، هیچ هم نیاز ندارم و میتونم هر جای دنیا برم و واقعا هر جا خواستم زندگی کنم، ولی نه، من باورم اینه که تا اون لحظه که نفس میکشم تو این دنیا و زنده هستم باید خیرم به دیگران برسه. خیرم که فقط پولی نیستش که میدونید، لزومی نداره ماهی به کسی بدی، میتونی ماهیگیری یادش بدی. این ذره مثلا حتما شنیدی که بعضیا ماهی میدن به عنوان کمک، بعضیا ماهیگیری یاد میدن. بهتر تو ماهیگیری یاد بدی به انسان‌ها. لذا هر آموزشی که به هر کسی میدی ماهیگیری یادش میدی، دنیا اونو قشنگ می‌کنی و در نهایت به عظمت کشورتون واقعا کمک می‌کنید و این خیلی کار قشنگی است.
یه نکته خیلی زیبا میخوام براتون بگم، چون بحثم داره تموم بشه چند دقیقه دیگه. آدمای موفق میدونن زندگی چی هستن؟ آدمایی که سوال میکنن. میخوام یاد بگم و واقعا آموزش بدین تو زندگی تا میتونی سوال کن. میدونی چرا؟ برای که آدما با جواب دادن یاد نمیگیرن. مثلا تو بیا از من فقط جواب تو رو بدم. آیا اگر من جواب سوالا رو بدم خودم چیزی یاد میگیرم؟ نه، آنچه را که بلدم فقط دارم به تو میگم. اما عکسش چی؟ اگر من از تو سوال بکنم و تو به من جواب بدی، من چقدر یاد میگیرم. لذا انسان ها با جواب دادن یاد نمیگیرن، با سوال کردن یاد میگیرن. لذا تمام انسان های موفق، تمام رهبران و لیدرهای موفق کسانی هستن که تا میتونن سوال میکنن. در واقع وقتی تو سوال میکنی آنچه را که بلد نیستی یاد میگیری، مگه نه؟ و آنچه را که یاد میگیری کمک میکنه به تو تا بتونی به دستاوردهای بهتری برسی. لذا زرنگ باش. آدمای زرنگ همش سوال میکنن. سوال کن. و تو وقتی سوال میکنی در واقع باعث میشه که انسانی که بلده و میدونه به تو بگه و معلومات بیاد بالا. میدونی بعد که هر ما آدما، جالب این نکته رو بگم در صحبت‌های پایانی منه، یعنی ما انسان‌ها در یک کتابخانه جهانی زندگی میکنیم. خب مثلا تاجیکستان چقدر جمعیت داره؟ 12 میلیون. چقدر؟ 10 میلیون. خب ان شاءالله همه 10 میلیون همیشه زنده و سلامت بشیم. وقتی که تاجیکستان 10 میلیون جمعیت داره، یعنی مردمان تاجیکستان در یک کتابخانه زندگی میکنن، یک کتابخانه جهانی زندگی میکنن که چون هر انسان یه دونه کتابه. یعنی وقتی مثلا من امروز با شما ملاقات کردم، شما به من فرصت دادید که من بخشی از کتاب وجودم رو برای شما بخونم. و وقتی کتاب من رو شما میخونید، شما به انسان بهتری تبدیل میشید، مگه نه؟ پس هر انسان یک کتاب، یک مخزن کتاب، مگه نه؟ بنابراین تو تاجیکستان 10 میلیون کتاب وجود داره. هر کتابی هم تو چه چیزایی نوشتن، مگه نه؟ هر کدوم تجربیاتی دارید، علمی دارید، آگاهی دارید. پس هر کدوم از شما کتابید. و بهترین راهی که من بتونم مثلا ببینم تو کتابت چی نوشته شده که منم یاد بگیرم، دنیای من قشنگ بشه، راه ورود به دنیای درون انسان‌ها سواله. وقتی سوال میکنی از طرف، بخشی از کتابشو برای تو میخونه، مگه نه؟ یعنی اون جوابی که به تو میده در واقع بخشی از کتاب وجودشو برای تو داره میخونه. لذا میخوام به شما توصیه کنم اگر دلت میخواد بدونی که تو بقیه کتاب‌ها تو تاجیکستان چی نوشته شده، چه تجربیاتی دارن، چیا مردم یاد گرفتن، کافیه ازشون سوال بکنی. بنابراین از هر کسی که یک سوال میکنی باعث میشود که اون انسان بخشی از کتاب وجودشو برای تو بخونه و تو دانشمندتر بشی، تو داناتر بشوی، تو آگاهتر بشوی، تو انسان بزرگتری بشی. برای که آدم‌ها با دانستن بزرگ میشن، میدونی، نه با ندانستن. لذا این راهکار بسیار قشنگی است که یعنی راه ورود به دنیای درون انسان‌ها سوالات خوب ازشون بکنین تا جواب‌های خوب بگیرید و دنیا خودتون رو قشنگ کنید. این هم یک نوع آموزش در دنیای شما. خب مثلا بگم فرض کن که شما از مثلا شهر دوشنبه پرواز میکنی میری لندن. خب 6 ساعت 7 ساعت پروازه. خب مثلا تو بغل دستیت نشسته تو هواپیما 7 ساعت شما بغل همدیگه هستید. خب و همش تو نگاهت اون ور میکنی، اونم نگاهش اون ور میکنه. 7 ساعت تو پای پرواز خسته کننده. اما اگر تو بیای این کارو بکنی، تو چه میدونی بغل دستت کیه؟ شاید یه دانشمندی باشه، شاید مدیری باشه، شاید آدم آگاهی باشه، شاید یک PhD و دکترا باشه. وقتی تو میتونی از این آدمی که بغل دست تو پرواز نشسته ازش مرتب سوالات قشنگ بکنی، باش رابطه برقرار کنی، میدونی، و ازش سوال کنی، سوالات قشنگ بکنی، اون همه آنچه را که بلده به تو میگه و 7 ساعت از عمر تو، 7 ساعت از این پرواز برای تو میشه 7 ساعت آگاهی، 7 ساعت یاد گرفتن و ضمن اینکه حوصله سر نمیره، پرواز اصلا نمیفهمی، 7 ساعت مثل برق میگذره، ولی تو این 7 ساعت کل مطلب از این آدم یاد گرفتی، کلی تجربیاتش به تو منتقل کرده. به عبارت دیگر با سوالی که از بغل دستت کردی، اون بخش‌های از کتاب وجودش رو باز کرده برای تو خونده یکی پس از دیگری و می‌بینی 7 ساعت بر تو گذشت و تو کلی مطلب یاد گرفتی. کلی این خاصیت ارتباطات، ارتباط میان برقرار کنید با انسان‌ها.
لذا انسان‌های موفق ارتباط برقرار میکنن و کلید ارتباط همیشه سواله. سوال کنید تا یاد بگیرید. Ask and you shall receive. سوال کنید تا واقعا بدانید و بیاموزید که چهار باید بکنید. من فکر کنم وقتم تموم شده. این مانیتورم هم در واقع قطع شده. من قرار بود تا ساعت 5 با شما صحبت کنم، الان ساعت 5. اجازه بدید من یک بار تشکر کنم اولا از حضور شما که واقعا بسیار لذت بردم. شما انسان‌های بسیار فرزانه و فرهیخته‌ای هستید که عاشق یاد گرفتنید، عاشق واقعا دانستنید و سپاسگزاری میکنم از مرکز خرد و برادرمون آقای دکتر اوانی که واقعا خیلی برای این سمینار به همراه گروهشون و تیمشون خیلی زحمت کشیدن. واقعا از تک تکشون تشکر میکنم. انشالله که من که خیلی از حضور شما لذت بردم. خدا کنه خداوند به من توفیق بده بازم فرصت‌های پیش شد. من که عاشق شهر شما شدم، عاشق کشور شما شدم و واقعا لذت بردم در این چند روزی که در دوشنبه هستم. واقعا لذت بردم. شما دعا کنید که خداوند باز به من توفیق بده که بازم برگردم بیام به شهر قشنگ شما و باز بیشتر با شما صحبت کنم و تجربیاتم رو به شما منتقل کنم و از حضور در محضر شما واقعا لذت برم. مرسی، ممنونم. همه شما رو عاشقانه دوست دارم. خداوند یار و نگهدار همه شما. خدا حافظ. درود بر شما. ممنونم. خدا حافظ. خدا